برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. یک هست صدا یک یک عذر تماشاگران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه تماشاگران عزیز درباره سیاسی شدن فضای جامعه تاجیکستان صحبت میکنیم. به یگان کس پوشیده نیست، همگان دیده ایستادیم که روز به روز دارد فضای تاجیکستان سیاسی می شود. هرچند به این حکومت تاجیکستان طرفدار نیست، هوسمند این نیست و هرچند خوشایند رژیم امروزه نیست، دارد فضای تاجیکستان روز به روز سیاسی می شود. سیاسی شدن فضای تاجیکستان یعنی چی؟ همگان دیده دانسته ایستادیم، همگان فهمیده ایستادیم که روز به روز مردمی که تماما به سیاست سر و کار نداشت، شهروندانی که تماما از پی دریافت رزق و روزی بودند و همیشه کوشش میکردن از سیاست دور باشند، لیکن جانشان به لب آمد، کاسه صبر لبریز شد و کوشش کرده ایستادن امروز وارد سیاست شوند. چرا؟ به خاطر آنکه دیده ایستادن که تا کودک گریه نکند آچه شیر نمیتید. دیده ایستاده اند که نتیجه سر و صداها، دیده ایستاده است که مردم هر گونه سر و صدایی که از جانب مردم برمی آید نتیجه داده ایستاده است و حکومت کشور را مجبور به این کرده ایستاده است که به سوی مردم نگاه کند و حرف مردم را گوش کند و قدمی باشد هم به سوی مردم نهد. این را ما روز به روز، حتی ساعت به ساعت احساس کرده ایستاده ایم. همتونه تماشاگران عزیز؟ بله، انا همین طور است. ببینید، حکومت جمهوری تاجیکستان برای خاموش کردن مردم، برای خاموش کردن سر و صدا چند اقدام های کرد، همش نتیجه برعکس داد. همش نتیجه برعکس داد. از ربوده بردن شرف الدین گدایف، از راه ندادن به آنهایی که میخواستند به پیوندان پناهنده شده اشان در اروپا بپیوندند، از اینکه عزت امان را نبودند، از اینکه خواستند با زندانی کردن چقدر ضیائیان و الیته تاجیک چشم مردم را بترسانند، همه این نتیجه برعکس داد. همه این برعکس فوج مردم را به سیاست وارد کرده ایستاده است. فوج مردم را به سیاست وارد کرده ایستاده است و عادی ترین نفر، حتی کمپیران، حتی موسفیدان، آنهایی که تماما به سیاست سر کار نداشتند، آنهایی که نمیخواستند هرگز وارد سیاست شوند، امروز احساس کرده ایستادند که با وارد نشدن به سیاست، بدون طلب کردن حق خود نمیتوان در جامعه امروزه زیست. میشد که چندین سال پیش، میشد که 10 سال، 15 سال، 20 سال پیش میشد یک کمی بدون وارد شدن به سیاست زندگی کرد.
اما این زمانی است که رژیم ها مثل گرگ به سوی شهروندان هجوم میکنند و شهروندان برای رژیم امروزه مثل گوسفند است و کوشش میکنند که این گوسفندان همیشه خاموش باشند، همیشه صدایشان نباشد و عادی ترین صدای مردم به گوش اینها گوشخراش بود، غششان می آمد و عادی ترین واکنش به ناعدالتی های کشور جزا گرفته می شد. کسی که عادی ترین واکنش میکرد به حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ناعدالتی هایش حتما صدای او را خاموش میکرد، حتما این گونه نفران را بوغی میکرد. و امروز باشد دستی حکومت به کجا رسیدنش را نمیدوند، تمام دستش کوتاه شد. برای چی؟ برای که مردم دیگر نه به مخالف نگاه کرده ایستاده است، نه به موافق نگاه کرده ایستاده است، حرف دل خودش را گفته ایستاده است. مردم حرف دل خودش را گفته ایستاده است. کیها موندن؟ چند دانشجوی بیچاره که آنها هم در بین آنها صدها نفر با ما همکاری دارند. در بین دانشجویان تاجیکستان صدها نفر با ما همکاری دارند، قدم قدمی دانشجویان را به ما خبر میدهند. امروز اکه درباره شما این خیل گفتن، فردا این خیل گفتن. دانشگاه ها به جای درس گفتن، دانشگاه ها به جای تعلیم دادن، به جای درس رو گذاشتن درباره مخالفین گپ میزنن. رکلام مخالفین رفته ایستاده است در دانشگاه ها، در مؤسسه های تعلیمی، در معلم خانه های مکتب. همه گفتی مردم که دو گپ مخالفان، گپ آنهایی که صدا بلند کردند، آنهایی که میخواهند حقشان را رژیم بدهد. و این نهایت در خودی بازداشت عزت امان آشکار شد و حکومت دانست، حکومت فهمید که بردن عزت امان، دزدیدن عزت امان واقعا یک عملی احمقانه بود، از وی گذشته ابلهانه بود و اینک خودی بازداشت عزت امان 10 برابر مردم را بیدار کرد. 10 برابر مردم را بیدار کرد. هزارها شهروندان تاجیکستان چی در مهاجرت چی در داخل تاجیکستان نهایت درک کردند که حکومت امروزه کشور کارناشایم است و بالای این باید کار کرد. یا تربیه یابد، یا خودش را به زمان امروز موافق کند، کادرهایش را به زمان امروز موافق کند، یا اینکه باید به استعفا برود. خلاصه نهایی مردم این شده است و این را طلب دارند. اکنون چنانه که گفتم که ها مانده‌اند، چند از دانشجویان دستنگری بهایی معلمان، همون معلمان هم که با ما همکاری دارند، کوشش میکنند که همکارانشان و شاگردانشان همکاری آنها را با ما نفهمد. کوشش میکنند، ما هم آنها را فاش نمیکنیم انشاءالله، تا اینکه یک اصلاحات جدی در کشور به میان بیاید و کشور ما رو به ترقی بیاید. انشاءالله در آینده آنها را خواهد دانست که آنها که هستند، حتی در بطن خود حکومت کشور. انشاءالله در آینده آنها دانسته خواهند شد. این است که میگوییم فضای تاجیکستان دارد روز به روز سیاسی می شود. روز به روز سیاسی می شود. چند پیش 2-3 سال پیش حرف مردم چی بود؟ حرف مردم این بود که هوی سیاست کتی کار ندار، با سیاست چقن نشو، با سیاست کاردار نشو. باز حرف مردم به نزدیکی چی بود؟ من طرفدار شما هم نه، طرفدار حکومت هم نه، من گپ
امروز مردم من طرفدار نگوری را بس کرده است. سخنش را جسورانه با سیمای خود حرفای دلش را میگوید، میشنود. جانب حکومت به هر نابکاری هایش واکنش نشان میدهد. به هر آنی که سیاست خطا پیشه میکند، کاری خطا میکند، مردم الکی واکنش کرده ایستاده است. تا چند پیش هیچ کس کاردار نبود به اینها. تا چند پیش هیچ کس به اینها کاردار نبود. هر چی خواهند میکردند. آیا خبر دارید که 2-3 سال پیش تاجیکستان چقدر طلا استحصال میکرد؟ طلای تاجیکستان را به کجا میبردند؟ چیکار میکردند؟ آیا مردم خبر داشت که چند پیش 2-3 سال پیش تاجیکستان چقدر کمک های بشردوستانه میگرفت؟ این کمک های بشردوستانه کجا میرفت؟ چیکار میکرد؟ هیچ کس پروایی نداشت. میگرفتن میزدن به کیسه ها. انا برای همین هم مردم طرف رو به مهاجرت می نهاد. این همه برای دموکرات کنانی جامعه آمده کمک ها به کیسه افطریترها می افتید. این همه کمک هایی که برای بالا بردن سطح جهانبینی مردم وارد تاجیکستان می شد، به کیسه ظالمان می افتید. و چند از متهمان که این را وقت وارد تاجیکستان می شد با حکومت جمهوری تاجیکستان با هم می دیدن، با رژیم با هم می دیدن، زبان کوتاه بودن، صدایی نداشتند، حرف گفتنی نداشتند. انا برای همین هم مردم از همه این چیز با خبر بود. امروز همه این آشکار شد. امروز همه این دارد فاش می شود، آشکار می شود و مردم روز به روز آگاهی سیاسی اش بالا می رود. و حکومت را چی مانده است؟ رژیم امروزه را، کمانده امام علی رحمان را امروز چی مانده است؟ همین است، جز این نیست که یا اصلاح می شود یا رو به مردم می بیارد، کمبودی هایش را اصلاح می کند، رو به مردم می بیارد، به مردم دست پیش بر می کند. من در خدمت شما گفته، یا اینکه خودش آهسته مردم اینها را یک طرفه می کند و حکومت قانونی به میان می بیارد. انشاءالله. امروز که از قانون حرف یک نفر بالا می ایستد، امروز که از قانون حرف منصبدار بالا می ایستد، امروز که از قانون حرف پیشوا پیش می ایستد، فردا مردم، فردا شهروندان کشور این آگاهی سیاسیشون طرف بالا می رود و به این خلاصه می بیایند که باید هم پیشوایش هم کماندهش همه به قانون مطابق باشند و همه از روی قانون کار کنند. حرف هیچ نفر از قانون بالا نباشد. مردم این حالت آگاهی سیاسی مردم بلند شدن تا رفت که اوج میگیرد، مردم حکومت کشور را به این وادار میکند که این دور نیست، این دور نمیپاید. حکومت کشور خودش این را فهمیده، دانسته ایستاده است. ای مردم، ای هموطنان، دیده ایستادید که صدا بلند کنی شما چی نتیجه داده ایستاده است؟ آیا در یاد دارید که به نظامی، به نفری که جانش را سپر کرده است، بار حکومت کشور کمک کرده باشد؟ در حیاتتون شنیدید توسط سودهای اپلیاسیونی، کساتسیونی نتوانسته است هیچ کس حتی در خدمت حربی معیوب مسلوق شده جان داده، نتوانسته است حکومت را که جبرانش را بدهد. اما امروز چه؟ امروز حکومت مجبور شده است دو دست پیش بر در خانه مردم، پیوندان جانباختگان برود و آنها را اظهار همدردی کند و به آنها جبرانی چی بدهد؟ جبرانی این جبران کرده در عمرشان نمیتوانند کمک کشان کنند. جبران گفتن شاید خطا باشد. ببینید
این مردم شما توانستید امروز مردم این مهاجران عزیز شما امروز توانستید که با صدا بلند کردن خود با طلب کردن حق خود توانستید که حکومت امروزه کشور را چنانه که دیروز گفتم از خوابش بیدار کنید از خوابش بیدار کنید بیدار شوند این را میگویند سیاسی شدن فضای تاجیکستان در مبارزه بر ضد تجاوزکاران مرز مردم به حکومت نگاه نکرد خودش تصمیم گرفت این تصمیم مستقلانه مردم که تا به همین روز در حالت بوغی نگاه می داشتند و می گفتند صدا بلند نکنید گپ نزنید فضای امنیتی رو ویران میکنید همه چیز حل شده ایستاده است ما خودمون حل کرده ایستاده ایم و هکذاها لیکن مردم دیگر به این باور نکرد مردم کوشش کرد خودش تصمیم را بگیرد وقتی که تصمیم از جانب مردم گرفته شد حکومت مجبور شد وارد این کارزار شود و نهایت نتیجه داد بله نتیجه داد این است هموطنان عزیز میوه آزادی خواهی این است هموطنان عزیز ثمره طلب عدالت واقعا عدالت چیزی است که آن طلب کرده می شود عدالت را تحفه نمی کنند آزادی را تحفه نمی کنند آزادی و عدالت طلب کرده گرفته می شود مثل اینه که تا جنب و جل نکنی تا کوشش و غیرت نکنی به تو کسی نان نمیدهد آزادی و عدالت هم مثل همین است تا تو خودت طلب نکنی تا تو خودت سر این مسئله نبیایی کسی به تو این آزادی و عدالت را تحفه نمی کند انا برای همین هم تماشابینان عزیز حالا با هم صحبت میکنیم حالا این برنامه را با هم گرفته میبریم و همین حرفهای شما بود که امروز حکومت کشور به تکاپو افتاده است انشالله امیدواریم یا اصلاح می شود رو به مردم می بیارد یا کارناشایمی خود را تن می گیرد و یک سو می ایستد حالا برادر عمر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکا شاقه جون خوب هستین تنجین الحمدلله رب العالمین و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز اولا من از نام خود و از نام کل برادرانی که طرفدار حقیقت هستند شما رو تشکر میگویم به خاطری که برای بیداری ملت اینقدر سعی و کوشش نموده ایستاده اید ان شاء الله که امروز ها مردم تاجیکستان یک مردم تاجیکستان فهمیده ایستادند که در تاجیکستان ما چی احوال است چی مقصد ما باید از این بحران به زودی براییم و یک دعوت دیگه و یک پیشنهاد دیگه به هم برادرای که تماشا میکنن داخل و خارج همین کارا به درجه انجام دادن در کاری که به درجه ماکسیمالی انجام دادن در کاری که به یگان جنگ و خونریزی ان شاء الله که حکومت از دست ظالمان نجات دادن در کار است امروز فضای اینترنتی هم الحمدلله باز است ما باید به درجه کوشش نماییم حرکت نماییم که ملت عزیز ما تا رفت روز تا روز رو به بهبودی نهد و از این پیشرفت از این دستاوردهایی که هستند ناامید نشوند بلکه صافدلانه حرکت کنند چون که نسبت دولت‌هایی که مثال نگاه میکنیم در تاجیکستان سطح اقتصادی و اجتماعی و معارف و تمام نمود ساحه‌هاش اگر مثال گیریم به درجه پست قرار دارد از معاش سر کرده تا خدمت رسانی‌های دولتی به درجه پست قرار دارد ما این را همه ما خبر داریم همه ما زیاده از 50% 60% مهاجرای ما الحمدلله خواندگی هستند دانشگاه‌های دینی و دنیوی معلومات‌های اقتصادی و اجتماعی همه طرفه دارند به خاطری که سطح زندگیشون پست است اولی که تاجیکستان پست است 3-4 فرزند خوانده نمیتوانند از تاجیکستان امروز مهاجر شدند
иншоаллоҳ ки якдил шавем, якдаст шавему ба ин бародаро кӯмак кунему, ҳама каса ақибнишинӣ накунем, ин зулму ин ситам аз сари миллат бардорем ва бо боварии комил ба пеш равем ки яъне ки тоҷикистони мо ҳам иншоаллоҳ як рӯз не як рӯз бояд давлате аз давлатҳои пешрафта, давлати хурдтарини пешрафта дар рӯи ҷаҳон мо мақсад худамонро чиз намоён кунем, ё ин ки ба мардуми ҷаҳон нишон диҳем ки мо низ миллате ҳастем, алҳамдулиллоҳ, бо саводу бо тафаккур метавонем ки бе гадоӣ, бо иқтисодиёти худ, бо доду гирифти муштарак, бо хӯрдани ҳалол ҳисоб корамонро пеш барем. ташаккури зиёд акаи Шавқатҷон, худованд муваффақмон гардонад иншоаллоҳ. تشکر به چیزی که شما نباشد اه، خیلی حرفایی به مورد گفتید. واقعا مهاجران عزیز، حاضر درباره مهاجران گپ رفت. مهاجران عزیز، من شما را باور میکنم که تاجیکستان اگر همین کماند کرنشایم امام علی رحمان نباشد، اینها یک سو بیستد و یک حکومت قانونیه که از روی قانونهای موجوده کشور عمل میکند، تابع قانون است، روی کار بیاید، من شما را باور میکنم که شما به مهاجرت نه، تنها به سیاحت بیرون از کشور میبرایید و سیاحت هم از کشور ما دیده در هیچ جای خوشایند نخواهد شد. چرا؟ من افسانه میگویم، نه تماشابینان عزیز، نه هموطنان عزیز، چندین کارخانه های بزرگ را در تاجیکستان در حالت مفلسی نگاه می‌دارند، در حالت قرضداری. این دروغ است. کارخانه آلومینیوم یکی از بزرگترین کارخانه های اتحاد شوروی بود، در حالت مفلسی نگاه می‌دارند، یعنی قرضداری نگاه می‌دارند. به اینها باور نکنید. هزارها هزار نفر مهاجران ما را این کارخانه میتواند به جای کار تامین کند و هم فایده آور به کشور باشد. شما ببینید از روی منطق او کارخانه ای که طول 30 سال یگان بار به کشور فایده نآورده است، بودن همین منطق دارد؟ ندارد. از این میبراید که بی فایده نبوده است، فایده داشته است، اما رسم میکنند. فقط گزارشی است این کارخانه قرضدار است و قرضدار است و قرضدار است. برق تاجیک یگان بیزنس ندارد، میوه فروشی ندارد، برق استحصال شده را میگیرد میفروشد. این برق یگان میوه نه که پوست، این برق یگان بودرینگ پمیدار نه که تا به میزاج رسیدن، تا به مردم رسیدن در راه پوسیده رود تا از عقبه گذشتن. برق است، برق استحصال می شود میانه رو پس ریتنیک برق تاجیک از استحصالگر از نیروگاهی برق آبی میگیرد به مردم میفروشد. در همین جا این چگونه قرضدار می شود؟ همین کسی که قرضدار نیست، اینها برابری بودجه کشور قرضدار هستند. قرضی از میلیون ها میلیاردها دلار گذشته است. از این میبراید که دروغ در همین حالت نگاه میدارند. باید این شرکت برعکس و بودجه فایده آور باشد. هرگاه از حساب بودجه قرضهای این شرکت را میبخشند. یعنی مردم به این مردم دو بار پول برق را پرداخت میکند. یک بار آمده از روی حساب کنک پول برق را گرفته میروند، دویم بار از حساب بودجه باز قرضهای برق تاجیک بخشیده می شود. یعنی قرضدار می شود. چگونه قرضدار می شود؟ می دزدند. باید این دزدها یک سو بیستند، یک طرفه شوند این دزدها. انا برای همین هم برادران عزیز، هموطنان گرامی، خواهران عزتمند، با این باور باشید که تاجیکستان می تواند من شما را به جای کار تامین کند، به زندگی آسایشته
و زندگی ارزنده تامین کند. فقط به این چی نمیرسد؟ فقط به این جرأتی ما نمیرسد، باز غیرتی از این هم بیشتری ما نمیرسد که ما از این هم بیشتر صدا بلند کنیم و از این هم بیشتر بگوییم که یا اصلاح بشوید، رو به مردم بیارید، نیازهای مردم را برآورده کنید، یا اینکه یک طرفه شوید. حالا آزادی به عزت امان، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا شوکت جون زنده و سلامت باشید. تشکر باشید. خیلی هم برادر روزی بسیار مینادارگری کردن. میخواستم که منم خیلی مینادارگری خدا بیان کنم به خاطری که شما و کلی برادران مبارز حالا ما رو چه بگم ما رو بیدار کردن با طیل حق. انشاءالله که حاضر بسیاری ما فرق میکنیم. الکی ما میدونیم که کی دشمن ما، کی در خوبی ما، کی در گندگی ما. خب خلاصا من همین گفتنیم که شوکت جان که همین مسئله اکی ذات همون فراموش نمیشید، بسیار خوب میشید. مسئله جنجال مرزم بسیار مهمه. اینه که به هر حال هم مسئله را اگر پیگیری میکردین شما و دیگه برادرها با خوبتر میشید، برای که این مسئله مرز خوزی برای تاجیکستان با یک بهونه دیگه هم شیدگیه. یعنی که برادر عزیز و دیگر نفرانی که ما رو میشنوید، حالا خاطرتون جمع باشد که مسئله قضیه عزت امان از اونه که سر صداها چند روز بالا بود و امروز گویا خاموش شده است. نه، خاموش نشده است. در دالان‌های سازمان‌های بین المللی، سازمان‌های دفاع حقوق بشر، پرونده‌های عزت امان دیده شده ایستاده است. انشاءالله پرونده‌های عزت امان آموخته شده ایستاده است و حتما حکومت جمهوری تاجیکستان وادار به این خواهد شد که عزت امان را آزاد کند. دیگر راه ندارد. عزت جز آزاد کردن عزت امان حکومت جمهوری تاجیکستان دیگر راه ندارد و ما به این مسئله باز هم برمیگردیم. حالا پرونده های عزت امان به سازمان های مللی متحد پیشنهاد شده ایستاده است و با آموخته شده ایستاده است. دیروز بود یا پریروز ما توسط یک برادر با سابق ادوکات عزت امان در مسکو صحبت کرده بودیم. او گفت که هرچند خیش و تباران و جانب تاجیکستان و همون ادوکاتی که در تاجیکستان هست هوسمند همکاری با ما نیست، لیکن ما کارهای خود را کرده ایستاده ایم. به خاطر آنکه آنها با ما همکاری نکرده ایستاده اند و با بعضی چیزها خود رضایت شخصی عزت امان لازم است، با بعضی از مشکلات دچار شده ایم، لیکن ما وارد کار هستیم، با جامعه بین المللی کار کرده ایستاده ایم، با خود مقامات روسیه کار کرده ایستاده ایم و این حتما نتیجه های خودش را داده ایستاده است و چندی از نتیجه ها را گفت که اینجا گفته نمیتوانم. زنده و سلامت باشین. بسیار بسیار بهترین، بسیار خوب. اکا شوکت جان، من وقتی دیگر برادرها بسیار نمیگیرم، یک سوال دیگر داشتم. یا سوال یا که فکر بگم خطا نکنم، امی کلاغاوس به عقل باید به نزدیکی باید که مسکو بیاید، آیا که اومده است؟ کنه نیروی مای به تجلیل روز ایدی غلبه به مسکو میبیاید. بله، همین چی خیل میشید که برادرها یک سرجمی اومدن و باز همین برای قضیه یکی زدمون یک آواز خودشون یا صدای خودشون بلند میکردن. خیلی به هر حال حوزی بهونه کرانتین و بهونه دیگه و دیگه چیه، یا که همین نمیدونم موافق قانون همو مسکو همو میری شهری مسکو بگذار که یگون اجازت بگیرن، نمیدونم ای کی عموما این مسئله در من اون قدر راستی گپ برادر عزیز نمیدونم عموما در روز ایدی غلبه مسئله تحکیم سیستم امنیتی
در مسکو خیلی سخت می شود، چونکه در آنجا پردی حربی می شود، پردی حربی می گذارد و شاید یک مشکلی های خود را داشته باشد و حکومت مسکو هم با جمع شدن و در این روز تظاهرات برپا کردن یا یکان فلش موب برپا کردن راضی نشود، چون که اونجا خیلی رئیس جمهوری تاجیکستان را که دعوت کرده است، از رئیس جمهوری تاجیکستان دیده بالاتر باز چقدر مهمان ها دعوت کرده است، نمیخواهد که خاطر مهمانانش به خاطر امام علی رحمان مشوش شود. بله بله درست. برای همین خودی حکومت روسیه به این طرفدار نمی شود و فکر میکنم که این یک کاری درست باشد. اما به هر حال کسانی که در مسکو هستند و قانون رو میدونند، قاعده رو میدونند، با حکومت مسکو سر و کار دارند، باید در این مسئله زمینه‌گذاری ها داشته باشند و یک روز نه یک روز باید امام علی رحمان که در تاجیکستان با مردم نمیخواهد واخورد، نمیتواند واخورد و از سوال جواب کردن با مردم می‌هراسد، به این هم امام علی رحمان را وادار کردند کار دیگر اکتیوری رو بس کند. چندین نفر را یک ماه دو ماه پیش تیار کرده، چندین نفر را یک ماه دو ماه پاسپورتشان کشیده گرفته، بعد به گپ ندارد. اول کوشش کند که با مردم روبرو شود، با مردم صحبت کند و داد مردم را بشنود. به این حتما وادار کردن کار با راه‌های قانونی، با راه‌هایی که اگر یادتان باشد سال گذشته بود، به فکرم چندی از برادران ما را در مسکو بازداشت کردند و آنها را متهم به آن کردند که غیر قانونی به تظاهرات برآمدند و گرد همایی تشکیل کردند و هاکذاها و با جانب تاجیکستان چندی از توییمان‌ها به میان آمده بود. خودی در الیت حکمران در حکومت جمهوری تاجیکستان نفری که دیپلماتی را فهمد، آداب و اخلاق را رعایت کند، یک کم آبروی عزت و حرمت اعتبار خودش را حفظ کند، این خیلی فکرها نیست. همین فش و نشه که از زبان یک کوچگی میبراید از زبان آنها برآمدن میگیرد. همه گونه هر اسباب آلت هایی که یک فاحشه به دهانش بی پول نمیگیرد اینها گرفتن میگیرند. مشکل اینجا برای همین من بعد ملت تاجیک خودش را تا اندازه آگاه و یک تربیت دیده دارای مدارس سیاسی درک بدهد. بله. خب بکش شبکه جون فرصت به دیگه برادران میدیم. زنده و سلامت باشه، الله شما را نگهبان باشه و کلی برادران مبارزه شما را مبارکباد میگم مکه شوکت جان با آمد ماه شریف رمضان، یعنی با آمد مبارکی دوی اومد. خب زنده و سلامت باشید. سلامت باشید. خبر مهم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اکای شوکت محمدی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. اکا من همینجا نام خبر مهم نویساندگیم برای که یک خبر مهم دارم. همین روز ناچالنک امان تاجیکستان در شهر تیکال ساعت 11:24 در مجلس گفتگیه که مهاجرا همش از دست ما رفتن، همه مهاجرا طرفداران مخالفین شدگی هستند. انا وقتی که مهاجرا آمدن ما را فلان میکنن، گفته همین خیلی گپا گفتگی هسته. همین روز ساعت 11:24 ای درون هوایا آدم هسته که با ما را زنگ زدن، همین خبر دادن. من همین خبر خواستم به تمام همه مبارزا، به تمام که همه مهاجرا بگم که خرسند باشید، انشاءالله الله با ماست. غلبه اوج در دست ما غلطیدگی هست، بیرق غلبه در دست ماست. همین فراموش نکنید که حسب الله و نعم الوکیل.
خداوند دائم با ماست. انشاءالله همه روز همه خرسند شدم ایم تلفن ما هم آدم داریم هست از درون خودشون زنگ زدن که بیزارن خود هوایو گفتن که همه خیلی گفتن که تمام مهاجرا ای ما رو گرداندگی هستن ای همه خطری وزمین این مهاجرای ای ما رو گرداندن. این خرسندی را برای همه شما تبریک میگم. خداوند نگهبانتون باشه اکای شوکت محمدی و همه برادرای مبارزه. خداوند نگهبانتون باشه در حق من دعا باشید. سلامت باشید برادر عزیز. حالا یک حرفی رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری به یادم آمد. چند پیش گفتن که در مراجعت به حکومت جمهوری تاجیکستان گفتن که اکنون ما رو فراموش کنید، ما کار خودمون رو کردیم، دیگه به ملت رو بیارید که ملت چی گفته شده است، مردم چی گفته شده است، مهاجر چی گفته شده است. و واقعا درست است. الکی کار از کار گذشت و هر یک این ملت و هر یک این مهاجر و هر یک این مردم کشور دیگر محیدین کبیری شده اند. دیگر تمام، دیگر پیش راه این موج گرفته نمی شود، دیگر پیش راه این طوفان عدالت خواهی گرفتنش مشکل است، خیلی مشکل است. انا برای همین هم حکومت جمهوری تاجیکستان امروز نشانه هایش را دیده ایستادیم، میوه مبارزه برای عدالت را دیده ایستادیم که مجبور شده ایستاده است گفتیم مردم را بکند، به مردم رو بیارد، به پیش مردم رفته دستش را پیش بر کند. ما دیده ایستادیم. کی دیدید که این حکومت داران ما دست پیش بر خانه مردم رفته باشند؟ کی دیدید که رئیس ولایت و گنرال اینها در مردم عادی کوفته باشند؟ نه، به خودشان آر میدونستند. امروز مجبور شدند. امروز ما مجبورشان کردیم. ای مردم، شما اینها را مجبورشان کردید که رو به شما بیارند و باید این کوشش غیرت ما تا به این که اینها را یا اصلاح میکنیم یا یک جانبشان میکنیم و یک حکومتی که به قانون مطابق است به میان میبیاریم، تا به این باید دوام کند، روز به روز اوج گیرد. برادر تاجیکستان، برادر یا خواهر، بفرمایید. تاجیکستان. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم به شما و بینندگان شما. همین مسئله که برادر پیشنهاد کرد پیشتر، میری مسکو باید اجازت دهد، اون هیچ وقت اجازت نمیدهد، برای آنکه اون خودش نقض میدوند. خودشون دادن، او گراجدانین روسیه بود، دیپ اکادمیا تمام کردگی بود، خودشون گرفتن که گراجدانش دراندن برورن دادن. او هیچگاه ما و شما نمیموند که همین برایم کوچهاش وای کنیم. برادر عزیز، همین یک چیز رو گویم، ما هم شخصا من هم به همین فکر بودم، لیکن امروز ها آشکار شده است که در حکومت مسکو، در حکومت روسیه نه همه کروپسیونر هستند. طرفداران عدالت، طرفداران اون که همین عزت امان ظالمانه به تاجیکستان ربوده برده شد زیاد هستند، زیاد شده ایستادند و ضد این که غیر قانونی شرمنده‌وار عزت امان به تاجیکستان برده شده است می باشند. و ما چند از این با این نفران امروز آگاه شدیم از این نفران که واقعا اینها کار کرده ایستادند و به همین کروپسیونران گفته ایستادند که شما شرمندگی به میان آوردید، شما کشور را شرمنده کردید و این گونه گفتشنودها خیلی بلند رفته ایستاده است ان شاء الله. اما چند پیش ما هم خیلی تاسف می‌خوردیم، افسوس می‌خوردیم که واقعا این یک عمل ننگین از جانب خودی مسئولین مسکو میان آمده بدون هیچ ننگ، بدون هیچ شرمداری این یک کاری ننگین را آنها اجرا کردند. اما در بینشان نفرانی بودند که این حال به این فعالانه ضدیت نشان داده ایستادند که انشالله امید میبریم به فایده کار است. باز چی گفتنی بدید برادر عزیز؟
من با این فکر شما راضی هستم. همین خیل آدما رو پیگیری کرده وای کردن در کور با مسئله های اخباراتی نشان دادن در کور بین خلقی همون آدمایی که بردن دادن خداشون فهمن که اونجا کاری خطا کردن. انا مسئله تاجیکستان برای پیشگیری سیاسی تاجیکستان اینجا یکم ما باید چی کرد؟ همین مسئله معارف صالح کرد که از اونجا یک آدمای براد که او دانشمند باشد. حقیقت امروز تاجیکستان حقیقت نشان داده ایستاده است که تاجیکستان یک آدمی باسواد میبرد یک ریز سر بلندی میکند او حتما نیست کرده میشود. او آدما صفش باید بسیار باشد که نتونن وای کنند. او آدما باید صفش زاید شود که وقتی که با دیگر پرزیدنت هم میشود وقتی که دیگر پرزیدنت هم همین کار تکرار نشود. بله همون معلمایی که امروز درس دادی استادیان التماس کسانی که گوش میکنن کسانی که ما گوش میکنن تربیت کنیتون او شغال کشونی سنگکشونی نیالشونی نبریتون بچه‌ها را اونجا علم آموزن. اونها این عصر 21 با علم و فرهنگ آدمو پیشرفت سودیان نه با شغال کشونی و درخشینانی و نه با کارهای دیگه. این کارها برادر عزیز این کارها این خیلی مهم برای برنامه‌ای از روی نقشه این کارها به عمل می‌بیایند. مثلا گریم از این اید تا به وی اید مشروفکه کنندن و مشروفکه مشق کنندن اید استقلالیت اید وحدت این اید وی اید همین خیل از این اید به وی اید طالبی دانشجوی دانشگاه طلبه مکتب مصرف کردن و این برآمد به وی برآمدهای فرهنگی آمادگی دیده میگردد. این فرهنگ عاقب میماند و همین گونه ربات میسازند. این ربات فقط گفته را اجرا میکند از فکر خودش کاری کرده نمیتواند. این به چه برده میرسوند؟ یعنی ملت را اینها در همین حالت نگاه داشتن میخواهند. این کارها نقشوی است اما باید این چیز از بین برده شود. این معلمانی که صدای این برادر را شنیدید این برادر نامش را باوری دارم که دیگر کرده است و میخواهد تنها صدایش و حرف دلش رسانیده شود. این معلمان مکتب ای استادان دانشگاه خاک پایتان تاج سرم. امروز وقتی آن رسیده است که به همه این چیزها نه گفتن را سر کنید. وقتی آن رسیده است که نه بگویید. امروز عذاب میکشید فردا عذاب میکشید لیکن پس فردا یا پس فردای دیگرش انشاءالله این نفرانی که شما با سر بلند با غرور تربیه کردید با آنها علم دانش فرهنگ آموزانیدید تاجیکستان را به پایش راست میکنند. تاجیکستان را به پایش راست میکنند و این ها آینده من و شما هستند و ما باید به این طالب علمان به این دانشجویان علم فرهنگ بیاموزونیم نه اینکه آنها را فقط در مشرف کنی در نهال شنانی در شغل تازه کنی در کوچه روبی در شنبگی در پخته چینی در اینها کشاله کرده گردیم. اینها به درگاه شما به خاطر آموختن علم دانش رفتند. اگر این را نداده شما خیانت کرده اید. انا همون دولت هایی که امروز پیش رفته استادیان از جهتی همین علم و فرهنگشون همون یابانیا که امروز یکی از دولت های با قوتترین دنیا سالهای 90 یکی همون ریتینگ همه اینترنت به حاضر هست که جای قینیش نیست. همون کدوم معلومات درام بینن 10 ساله پرزیدنتی که شد 50% بودجه دولتش برای معارف را از خود داد. انا امروز بینید امروز بینید یابانیا از بیرون میرن اونجا کار کنن از بیرون نه اون که اونها میرن یا جو کار کنن یا که معاشی کمتیان. یکی از علم های بهترین دنیا همه چند تا علم هایی که نوبلسکی پریمیا میگیرد از یابانیا بروم سود استودیان همون برای و یا همون کیت های وای کردن کیت زمین جنبی بیشتر
برادر تاجیکستان خواهش میکنم حالا یک نفر بیدار شده استیم چیزی گفتنی هستند بفرمایید بعد انشالله باز شما صحبتتون رو انشالله اگر لازم شود دوام میدید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم کل السلام و رحمت الله. مردم و شما نزدیکی شوکت محمد ما الحمدلله بدوری از همون وقت همون خود ما نشناختیم از همون وقت بدوریم الحمدلله. ماشاءالله. خب چی گفتنیم؟ باز یه برادر برآمدن گفتن مقصد برباره امان سردار امان تاجیکستان گفتن. خب ما با وی مراجعت کردنی میگویم که ما هرگز به این یگام تاجیک یا که یگام حکومت یا یگام کس دشمنی نداشتیم. ما به هر کسی که هست درست گپ زنید برادر. بیدار شده استیم گپتون گم شد. کاری که بیدار ما را دیدن که ما بیدار شدیم اونها فهمیدن که ما بیداریم خواب نیستیم ما در گواره ما در دست وی نیست که ما را بجنبونن دیگه. بله. خب انا که این بر ما گفتنی هستم که از این بر باید شما با مردم کار کنین. این مردم دردی بسیار داره. بله. اگر درد دل مردم شما گوش نکنین شما هرگز این تاجیکستان رو به پیش بردن نمیتوانین. بله. هر کسی که هر چنده که شما هر چند خیلی که دهن مردم رو بسته کردین این انسان یا جای می و یا جای درد دلش میگه. بله. خب این قدر متفیصلی برادرایی که من میدونم همه پکلینی که من قطیم خوندگیان هم از دیپلم دارن همش متخصصن ولی دیجی اومدیم به شروع یتش تحصیل یتش دستوری یتش دوای اینا همش بهترین متخصص بودن. ما هم 10 نفر یا 12 نفر مکتب میونه رو وقت ختم کرده بچهای ما بچهای چیرم نبودن مقصد وقت ای دوری 94 سال مقصد خوندن اثر کردن یگام تا خیلی بفهمیش نبود بچهای ما. اوزی میخزن میگن که مهاجرا همش بی سوادن. نه خطایی که شما میگن این گپ شما میگن این واپشه گفتی در یگام منطق چی آخر چخیل مهاجران بی سوادن که معلومات عالی رو میگیرن یگان جای کار نیست بله همین نفهم اینها یا اینکه کادرهای خودشان رو میشناسند که در همین مکاتب های عالی اکثریت همین مهاجران همش بی سواد نیست است. اکثریتش در همین مکاتب عالی کشور تحصیل کرده است و اینها وقتی که مهاجران را بی سواد گفته مراجعت میکنن میدونن که نتیجه کارشان در دانشگاه ها چی بوده. یا اینکه لوبای انسانی که عقل داره نکرد بخشش در پیش سخنتون هر انسانی که عقل داشته باشد تفکر داشته باشد یا سیاه از سفید فرق کند او یک چیز میدونه مقصد میدونه که همین کار همین خیلی این درست است این درست است این کار رو میفهمه تو نمیشه دهن مردم هرگز محکم کرده شما نمیتونین. بله تو که ما شما ما رو محکم بله ما امروز پدر من خودش در ملیسه خونه بود به خاطر ما برای چی من یا مسلمانم الحمدلله به خاطر همه بردیان دپراسش کردن که فرزند تو در روسیه چیکار میکنه چه با در مقصد فضای مجازی در اینترنت باید چیای مسلمانی داره داشت. من الحمدلله تروریست نیست من فسق فجور در چیا نمیمونم. بله من 2-3 ماه اجداد کردم یگام کس با من زنگ نزد از مقامات که مقصد من درد دل من بگم که من خیلی انسانی که شما فکر میکنین من نیستم. بله چی میگویند بعد زنگ زدید گپ زدید خطیشون برای من زنگ نزدن تا حال اجداد کردم زنگ نزدن نکی من با میگم که مقصد که زنگ بزنه با ما حرف بزنه ما یگام کس نکشتیم ما یگام تروریست هم نیستیم ما یا انسانی هستیم الحمدلله سفید از سیاه فرق میکنیم. ما میفهمم تاجیکستان بهترین تاجیکستان باشه که تمام این مردمی که در اینجا عذاب میکشن اینو باید ببرن ببینن مقصد با درد اینو برسن اینو برن در وطن خودشون در زن فرزند در نرز زن فرزند خودشون کار کنن. اینا از دست چی با مسکو را آباد کردن میتونستن روسیه را ساختن میتونستن در تمام زوادای روسیه کار کردن میتونستن اما در تاجیکستان همین کارا را کردن نمیتونستن.
چی بنامید شما بود شرایط مهیا کنیم، باید شرایط مهیا کرده شود، این مردم باید برای در وطن خودش کار کنه. بله این به فایده شما هم هسته، به فایده دولت پیشروی دولت هم هسته. بله خیلی نمیشه با این تروریست اکستریمیست در تمام دنیا حاضر تمام دنیا با ما با چشم بد نگاه میکنن، چون ما را تروریست اول شما برو آورده در تمام مردم تقسیم کرده. بله اگر شما تروریست مردم را نمیبرورده، چی میخواستند به فکر شما که مردم رو به جهانیان هم ملتان خود را مردم کشور خود را بله هزارها نفر اکم میبخشید در پیش گفتم در هزارها نفر در پایست که اینترپول دادگی هستند. کنشن امروز که قرغیز یکم ماده نپدید کردگی، وقتی که ما امسال حاضر بخیزیم بگیم که قرغیز مقصد ماده نپدید کردگی، ما دفاع کردگیم، میگه گوش که هزار تروریست داود در اینترپول هست. تو چی باید دروغ میگوی؟ شما که یک تروریست دارین. بله نه که او فرهنگی که ملت توجیک داره، من باوری دارم اسلام تا حاضر تمام دنیا ایمان میآموزه، تمام تکنیک دنیا را تا امروز ایمان میآموزند. تی بود دیگر شه از ما ایمان توجیکا میآموزند. بله ولی ما در یک جای حوز در یک فضای طوری گرفتیم که دیگر نمیدونم چونون جفیدگی هم که دیگر مگرم بکف آدم این وقتی که کفی دیگه باید جمع گیرش کرده نمیشد و همه جو هر جو مقصد یا آدم یا جو ظریف بتیه و اگه جو همه پروش جمع کرده گرفته میتونه. فهمو. تشکر برادر. یگون چیزی دیگر گفتنی نیستید؟ اکا شما دعاگو باشید انشاءالله که زنده و همینجا هستیم. ابوبکر وارد شدند. با دقت نفرانی که با سیمای خود نیستند میرسانم و معذرت که ما کسانی که با سیمای خودشان برآمد میکنند با آنها اولویت میدهیم و نوبت را پیش میگذارانیم. ابوبکر بفرمایید. ابوبکر ما رو میشنوید؟ سلام علیکم آقای شایخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. موضوع امروزه ما بیدار شوی مردم، سیاسی شوی جامعه تاجیکستان است. جامعه کشور دارد روز به روز سیاسی می شود. حالا این برادر از خط بیرون شدند. یک نفر دیگر مارک برحمانوف، یک نام دیگر نیافتید. مارک برحمانوف بفرمایید. لبای مثل که تاجدین ذکر الله ادریس مرا میشنوید؟ ادریس سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای من خوبه اکا؟ بله خوب است، بفرمایید. سلام علیکم. سلام خود رو با کل مردم با کل تماشاگران میرسونم و گفتنی است که همین قضیه اکا ایزدمون هیچ وقت خاموش نکنید. خواهش میکنیم برای که او برادر به نهایت خدمت سخت کرده در حق مهاجران. خواهش میکنم این برادرها خاموش نیستند، چون که یک تا بود در همین روسیه، یک دونه بود همون برادر، امروز برادر را بردیان محکم کردیان. ما خواهش میکنیم که همون قضیه برادر ایزدمون هیچ وقت خاموش نکنن، چون که برای ما خیلی عزیز است. خیلی بله و گفتنی هستیم که همون لایکشون رو بگذارم برادرها. پیشتر گذاشتم که این مسئله انشالله که فراموش نشده است
این قضیه پیگیری شده ایستاده است. من هم با تازگی با خبر شدم که واقعا پیگیری شده ایستاده است، چون که من هم خیلی افسوس می‌خوردم چرا این مسئله خاموش شد، چرا این مسئله والا ها رفت، لیکن الحمدلله که هیچ خاموش نشده است، زیر سایه دیگر مسئله نرفته است و با خبر شدم که خیلی پیشروی‌های وجود دارد ان شاء الله. حالا هر مسئله را که حکومت برای مردم پیش میارد تو که قضیه برادر ایزد امون یک کمی خاموش شود، ولی خواهش میکنیم که شما خاموش نکنید. شما میدونید 100% که حکومت به چه کارا دست میزند و نمیخواد که مردم یک کمی بیدار شوند، ولی شما از دست ندهید شمس را خواهش میکنید و همین برنامه‌هاتون زیاد کنید تا مردم هم یک کمی مردم هم بیدار شود. بله اکه شوکت با من یک مسئله دیگر رو میخوام بگم که شما نمیتونید با همین برادرای مخالفین و اکه حسین و تمام همین برادرها یک برنامه کنید، چون که از تمام همون تماشاگران مثلا برنامه‌های دیگر گروه 24 دیگر در یک جا جمع شوند و اونجا یک مسئله نسبت برای همین انقلاب شما نمیتونید یک کمی روشنی اندازید. مثال با تمام برادران در یک برنامه تشکیل کنید تا که تمام برادران در تمام بینندگان دیگر کانال ها در یک جا جمع شده و شما در اونجا یک برای انقلاب کمی روشنی اندازه ما تیار ما میرویم به تاجیکستان و چه اندازه نباشد ما میرویم. برادران عزیز اینجا ببینید، برادر حسین اشرف، برادر محمد اقبال صدرالدین، برادر شرف الدین گدایف و چند از برادران دیگر که شبکه خود را دارند و صحبت کرده ایستادند، هر یکی با طور خود، با جهان بینی خود، با دانش خود، با مدارس سیاسی خود کار فعالیت کرده ایستاده است. برادران عزیز، تماشاگران محترم، باید بدانیم که 5 پنجه برابر نیست و همش قد و قامت گوناگون دارد و فکر و اندیشه ها هم قد و قامت های گوناگون دارند و باید دیگر اندیشی، گوناگون اندیشی، گوناگون فکری باید وجود داشته باشد و از من با این تاکتیک، با این روش شما چیزی رو میشنوید، یک نفر دیگر با این تاکتیک، با این روش میشنوید و ما همین خیل پخته میرسیم انشالله. مثلا اگریم در یک دسترخوان یک نمود خوردنی باشد، یک نمود تناوری باشد، دلپسند میشود، لیکن خوردنی ها، خورش ها، تناوری ها هر گونه باشند، هر خیله باشند، خیلی دلکش است. انا برای همین هم برادران عزیز کوشش به خرج دهیم که این برنامه ها را، این گونه برنامه ها را پیگیری کنیم، این گونه برنامه ها را پیگیری کنیم و از هر یک این نفرانی که برآمد کرده ایستادند، صحبت ها آراسته ایستادند، مصاحبه ها آراسته ایستادند، بحث ها آراسته ایستادند، برای بیداری خود، برای آگاهی سیاسی خود، برای بلند برداشتن مدارس سیاسی خود، ملکه دانش خود، ملکه دانش سیاسی خود، برای مبارزه چیزی را گرفته باشیم و در حیات خودمان عملی کنیم. این مهم است. مهم در بعض برنامه ها ما یک میشیم، مثلا گریم در برنامه ما محمد اقبال صدرالدین اشتراک میکند، شرف الدین گدایف میکند، من در برنامه آنها شرکت میکنم. این گونه همکاری ها وجود دارند، اما طبیعی است که هر کس با روش خودش، با تاکتیک خودش، آزادانه، مستقلانه، با فکر خودش، با اندیشه خودش این گونه برنامه ها را به مردم پیشنهاد میکند. شاید در برنامه که مثلا گریم محمد اقبال صدرالدین تشکیل میکند، من این گونه آزاد صحبت کرده نتوانم. بگوید که به تو 10 دقیقه وقت یا 15 دقیقه وقت گپت را بگو، شنونده های من، این تماشابینای من گپی گفتنی دارند، باید به اینها من نوبت بدهم. لیکن اینجا برنامه من است، من بیشتر سخن میکنم، حرف دلم رو میگویم. این گونه اینجا منبر من است. مثل همین برادر عزیز، ان شاء الله که این یک چیز نگفتن ماند که این همه فکر و اندیشه ها مردم رو میپذونند. حالا بسیاری از ما
فکر میکنیم که من گپی درست گفته ایستادم، یک نفر شما فکر میکنید که شما فکری درست گفته ایستادید و تاکتیک یا ایده که برای پیشرفت کشور شما دارید این درست است. لیکن وقتی که اینجا ما گفت و شنید میکنیم، اینجا با هم مکالمه میکنیم، مصاحبه میکنیم، بحث میکنیم، حقیقت بالا شدن میگیرد، دیگه گپ‌های ناحق از بین رفتن میگیرن. یعنی ما سفته شده رفتن میگیریم و نهایت با یک ایده بزرگ عمومی ملی، با یک برنامه بزرگ عمومی ملی وارد کشور میشویم ان شاء الله. ما را شنیدید؟ بله تشکر برادر ابوبکر. دیگر شما گپ زده می توانید؟ میکروفونتون را گرم کنید. بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم با کل مردم تاجیک. آقای شوکت ما این همی سالای 90 بوده، همی یک برنامه در همی تلویزیون برمد، یک مثال بچه ها را نشان میداد، یگان چی داد چی آموختگی هم تکنیک یا که تکنولوژیا در همون بین همون مردکای کلام بودن، وقتای چی بودن میگفتن که این بچه را میکشن، میگه یگان علم پیدا شوه میگفت میکشتنش. و 2000 مای سال 2010 هم همچنین بود، همچنین ده باش این بین مردم تماشا میکنن، یگان علم هم میدیدن میگفتن میکشنش. باز دیره هم همچنین ایده همی با همی فکر شما یگان حقیقت داره که همچنین علم را مثال پیدا میشن در بین تاجیکا، امو را میگیرن میکشن، دفع میکنن، نابود میکنن. همین یگان حقیقت داره. حالا این هم برطرف می شود برادر عزیز. آیسته آیسته مقامداران هم با زبان آدمی گپ زدن رو می آموزند، آدموار رفتار کردن رو می آموزند، خودشان را از سگ گزندار بیرون میکنند، از پوست سگ گزندار بیرون میکنند و آدم بودن خودشان را احساس میکنند. ما به این وادار میکنیم آنها را. امروز آنها خودشان را آدم نمیپندارند. چند نفره را حکومت جمهوری تاجیکستان چند یتیمی بی پدر بی مادری که در یتیم خانه ها تعلیم یافتند، آنها مهر پدر چیست، مهر مادر چیست، دستی سیله پدر چیست یا محبت مادر چیست، دادر خواهر چیست، عمک و تها چیست نمیدانند. از آنها حکومت کشور از چند آنها امروز قصاب آماده کرده است. من با چندش هم صحبت شدم، با چند نفرش هم صحبت شدم. با یک نفرش همین حقیقت داره که علم حکم بخشی چندین رسمایش اردن ها دادند، تشکرنامه ها دادند و هکذاها، فقط به خاطر آنکه هر کجای آنها فرمودند اینها رفتند بدون چون و چرا گفتهشان را اجرا کردند. و دید است که وقتی از این به خلاصه آمدند که یک نفری که خودش را باید رفته ترک کند همچون تروریست و اینها به جهانیان معرفی کنند که یک نفر تروریست خودش را ترک کنده کشت، این در حال این را میفهمد. وقتی تیار کردن آماده کرده ایستادن در نیمه از آماده شوی از تاجیکستان میگریزد. این با ما تماس گرفت و گفت که همین خیلی خوله صورتهایش را گسیل کرد، مدال ها دارد، رحمتنامه هایش را گسیل کرد، رحمتنامه ها دارد. بیچاره پدر و مادر ندارد، در خانه یتیمان کلان شده است. ببینید حکومت تاجیکستان از ناچاری انسان چگونه استفاده میکند و چنان تعلیم میدهد، چنان تربیت میکند که آنها بدون هیچ مهر، بدون هیچ محبت به وایه میرسند و همین خیلی سگوار جانب ملت
دندان تیز میکنند و انشالله که اینها هم یک روز نه یک روز انا همین خیلی ما پیش رفتن گریم آدم بودن خودشان را احساس میکنند و آدموار با ما رفتار میکنند انشالله. برادر با نام عزت امان بفرمایید. نفر با نام عزت امان اول سیمای خود را نشان دادید بعد پوشیدید. چیزی گفتنی هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میآید. سلام و گرم و جوشان با تمام مردم تاجیکستان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هرچند در تاجیکستان نیستیم. اگر اجازت فرمایید یعنی شبکه شما استفاده برده یک دو سخن به من برادر رستم امامعلی بگم. بگویید. برادر رستم امامعلی من میتوانم صورت من نشان بتم چه خیلی نتونستم. یکی البته دیده نو قیامت البته مرا. انا گفتنی هم که پدری تو با تو وصیتی بهترین کرد که همه وقت با مردم باش، با مردم فقیر باش که روز شود و دست ترا بگیره. لیکن امروز ترا خدا داده. من همچون یک برادر به تو میگم که اینا عزت امان آوردن در پیشت. انمی مردم همی ای برای ترا بگی مونش وزیر معارف این فساد زده معارف ترا بگیره با پا بخیزونه. انا شان شرفی تو به خدا مردم همی ای دروغگو را اوچش زند. امی مردم عزت امان ای بگی مونش وزیر معارف به خدا بهترین کار میکنی. انا یک شان شرف به تو میشه. اولی هم دیر نشده به خدا ما قسم نمیخورم لیکن ما باوری دارم که امی مثال اگر امی آدم هایی که در گرد ونه تو هستند به خدا دوستی تو نیستند. بسیارش نامردند استفاده میبرن ای منصب برای همون حتیات که به فکر ما و خیران سال یکی گفتن نمیشه و خدا نکنه که به ابرود بکنن. زنده باشین. خدا نگهبان شما. بله تشکر برادر عزیز. حالا یک نفر دیگر باز با مرگ رحمانوف با نام مرگ با رحمانوف برآمده اند. برادران عزیز یک نام دیگری درست مونید. انشالله مرگ زندگی در دست الله هست. همون روزی که روزش بود شده این نابود می شود انشالله. مرگ بر رحمانوف بفرمایید. Mikrofon işlege. الو Mikrofon işlege kaşakan. عبدالله کردن به فکرم شما. عبدالله میکروفونتون رو گران کنید. من بفرمایید گپ زنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت محمدی بفرمایید. صدای ما هسته برادر؟ هست صدایتون. خیلی خوشحال هستیم که با شما ملاقات کردیم. الحمدلله. خب برادر من یک دو گفتنی دارم که این رحمانوف همه کارهایش آشکار شده ایستند. او حالا به خبر فکر میکنه که مردم یگان بعقلند، یگان حیوانند که باید نمیفهمند که چی گپ رفته است، چی پنهان شده است. خب بعد دیگه گفتنیم همین است که همه تاجیکا اوجا عزت امان شده است. تو که اینا پنهان میکنن قاچاقی و قلابی گفته یا آدم بی گناه را
бурдан кунҷи зиндон карданд. بله فهمیدی برادر؟ آخه همه آشکار، همه معلومه. آخه شاید همون انسان ها صدای ما را بشنوند که ما میدونیم که شما دروغ میگی، کارهای جنایت های شما همش معلومه. عزت امان ابسولوتно بگناه وای شرمرد یگیت توشای تشکر خدمت کردگی و یا میدونن که مردک کریتیکوات کرد، سخن حق گفت و یا ریدن. امام علی سر کردگی تو رستمش تو شاروخش تو همش ریدن، گفتن این را سراش نگرفتن در کار که کراچی ما را شاید سرنگون میکنه. مردم بسیار طرفدار این برام خدا برادرای تاجیکستانی، خلق تاجیکستان التماس بی‌طرف نباشه، خاموش نباشه، فقط سخنتون بالا کنه، خطاب حقتون دفاع کنه. بله حتی من میدونم آدمایی را که باور که همین لایک رو جکیدن میترسن، همین لایک هم میگم زیر کنه میترسن. تو چی درجه را باور که ترسانچک شدگیان، تو چی درجه را باور که اکی یک گپی دیگه هم گفتنیم اگر گروه هم شوه برادرها بخشش اکی این ده همه تحصیل نمیکنه و یک خیل همین خلق تاجیکستان اگر در همین کنش چوب بزنن که این میگه میسازه سویبانی سرم میشوه تو قد منه تمحل منه میسته. هم توی درجه هم نخواهی که باور که پس شدن در کن، این که ترسانچوک شدن در کن. آخه همین ترس عمریت را دراز میکنه. شاید این من ترسیدم عمری من 1 سال 2 سال 10 سال دراز میشوه. آخه همین کدوم روزه که من خداوند امر کردش همون روز من جون میگیره، خود بترسم، خود احتیاط بکنم، خود نکنم. ای برادرای عزیز شور شوخی کمتر فکر کنی. هم مردکا همین قروز جانشون در کف دوستشون گرفتگی برآمدگی شما را بیدار کردهستن، دعوت کردهستن، لایک جقیدن میترسن. خیلی چهره تا ایشون میفهمم. اینا من چهره ما ایشون دادم که او مشکلی داره. حالا مردم بسیار هم فکر هستن، نه که یک جای نیستن. من میدونم میفهمم. نه که خیلی آخه ببره کمتر سخن کنه، کمتر لایک بجی که مردم ببینن که هو همه مردم سرجم شدگیان. این طور اینه که دیگه هم تماشا کنی بیستی پسی پرده و سخن نزنی. بله تمام برادر عزیز. تشکر به شما برادر عزیز. یک نفر دیگر با نام عزت امام در اومدن با سیمای خودشان بفرمایید. مرا گفته سای. بله همین خودتونه. انا من خودم وقتی سخن کرده بودم از سیمام نبر اومد اینم بفهمه که الان معلوم. بله تشکر به شما. زنده باشی خوینو حکومت. زنده باشین. شما هم زنده باشین. یکون چیز گفتنی هستند با یک بسیار ایو وقتی برادران رو نمیگیرم بگذار با یکون وقتی دیگر انشالله صحبت میکنم با حکومت. سلامت باشید. خدا نگهبان تو چیکار ببرم مکای درونی. مریم بفرمایید. مریم. الو سلام علیکم مکای شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله. ماه رمضان مبارک باشد. تشکر به شما هم مبارک باشد. بفرمایید چی گفتنی هستید؟ بفرمایید. من در همین برای موضوع شما گفتنی هستم که برای مردم تاجیکستان روز تا روز بیدار شده است. انشالله که این عاقبت خوب دارد. ما امی زن هم باشیم در همین غریبی ها گشتیم فهمیدیم با شرافت شما که خواهین است و که حقیقت را میگوید. در وقتی در تاجیکستان باشی فقط همون پیشوا را میبینی و سحر خواب میخیزی در 4 شبکه فقط همون شب میخوابی همون فقط مکتب میری شعرها درباره همون دانشگاه خواندیم 4 سال دانشگاه خواندیم فقط پیشوا خواندیم دیگه هیچی نخواندیم. با شرافت شما انشالله که مردم بیدار شده است. در داخل تاجیکستان هم خبر شدیم که این شبکه هم برنامه شما را بسیار کسا پیگیری میکنن تماشا میکنن از جمله ویلای ما انشالله همه ما امیدواریم که این عاقبت خوب دارد و من به تمام یمی مردم یک پیشنهاد داشتم که وقتی که 9 سپتامبر رحمانوف می بیاید
ҳамон нафарое ки дар Москва ҳастанд, аз ҷумлаи манам тайёр ҳастам худамам вайш ҳамин либос дар ҳамин футболкаҳошон пӯшида ягон чӣ масалан нависанду хеле дар як ҷо ҷамъ нашаванд, митинг накунанд, масалан ки барои худшон чӣ мешаваду аз ҳамин дурам ки истода бошанд, бе ҳичи масофаро нигоҳ карда 2-3 метри дур дар дастошон ҳамихел пикет бигиранд, Рамонов истеъфо кунанд. Оё ҳамин намешида боша агар мо ҳамин корро бикунем? мешавад масалан гирем бо ҳам нашуда наздик наистода дар ягон футболка ҳаст, дар ягон чиз ҳаст, масалан гирем нависта мешавад. Чаро намешавад? Мешавад. ре мо хеле ҷамъ нашавем, масалан ғавғо набардорем ки ягон ҳарфи таҳқирро дар ҳамин навиштаҷот истифода накунанд. ин назари мустақили ҳар як шаҳрванд аст. мехоҳад истеъфояшро мехоҳад интихобаш мекунад то президент шавад. не мо истеъфояшро талаб мекунем. ҳамихел дар футболкаҳо озодӣ ба Кайзат Амон ёин ки истеъфо Раҳмонов, ҳар кас ҳар чизе ки фикри шахсии худаш аст, пешвои миллат менависаду чӣ менависад, аку ин фикри худашу агар мо ҳамин корро бикунем мушкилӣ мешуда бошад, намешавад. Ба фикрам дур истем, ҷамъ нашем, хеле ғавғо набардорем, 1 метр 2 метр дур истем, мушкил намешавад. ре ҳоло инҷо як нафар бародар Одинаи Фарҳод бо мо ҳамроҳ шуданд. ба фикрам ки гуфтаҳои шуморо шуниданд, кӯ бипурсем назарашон чӣ аст дар ин бора? салому алайкум Шавкатбой. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ин хоҳар мегӯянд ба ягон футболка чӣ аст рӯзе ки Эмомалӣ Раҳмон ба паради ғалаба мебиёяд иштирок мекунад, дар ҳамон ҷо ҳама чандин нафар биёем дур биистем, истеъфо Раҳмон дар футболкаҳомон нависем, ҳамин ҷоҳо гаштугузор кунем мегӯянд. Шавкатбой фикр мекунем таи майка намешавад, чун ҳавои Москав хунук аст, гарм менашидаст ки таи майка гашта шавад. ба ҳар ҳол агар аз болои либосҳошон ҳам камро пӯшанд, ман чун маслиҳат наметавонам, чун ман аз мушкилие ки бардорон ки дар митинг иштирок кардам худам огоҳ ҳастам, пайгирӣ кардистам, вале инҳо метавонанд дар алоҳидагӣ ҳамин корро кунанд. метавонанд байрақҳои Тоҷикистонро бигиранд дар дастошон ва ҳар чизе ки дар майкаҳошон менависанд, як рӯз дигар аллакай шояд ки ин имкон надошта бошад ин корро ташкил кардан. чун мо бояд ки як кореро пешниҳод кунем ва дар борааш фикр кунем ки иҷрошаванда аст. иҷрошаванда бошад ва ба муҳоҷирон зарар нарасад. бале мо бояд коре кунем ки ба муҳоҷирон зарар нарасад, чун Русияам митинг кунора дӯст намедорад. Русияам як кишвари навқадар демократӣ аст. ба хотири ҳамон фикри хуб нест. агар ҳар касе мехоҳад метавонад дар ҳамон паради 9 май иштирок кунад. метавонед ягон пикети адиночӣ кунед, вале аз он зиёд накунед, чун ҷавобгарӣ дорад. бале мо ҳам ҳаминро мехоҳем ки ҳамин масалан моро бигӯен ки мо ҳуқуқшинос нестем, намедонем чӣ кор кунем ки масалан ба мо ҳам зарар нарасад. шаҳрвандӣ инҷоро дораму хайр, аку унам вақтҳои охир дигар дар корам набудааст. бибинед хоҳар, барои мисол агар ман ҳоз шуморо бигӯм ки ҳамин фикри шумо қабул аст, метавонед ки ҳамхели майка омода кунед, пӯшед, биравед ҳамон рӯз рӯзи ид аст бигардед, мушкил надорад. вале шумо оё дар як рӯз ҳаминро метавонед омода кунед? шояд ки ягон нафаре омода карда битонад, ки аз пеш майкаи омода шида дошта бошад. барои мисол агар шумо битавонед ҳамин майкаҳои бачаҳо доштанд, иззат озодӣ ба иззат амон, ҳаминро агар ки ақлан дар танатон бипӯшеду биравед иштирок кунед, яъне ки танҳо бошед, яъне бисорӣ не, дар ҷамъ не, чун ин ҷамъ бошед, агар ҳатто 3 нафар бошед, ин аллакай митинг ҳисоб мехӯрад. вале дар одиночный пикет ҳеҷ ки шуморо чӣ гуфта наметавонад. шумо танҳо местед, агар касе биёяд, ҳоло шумо агар шаҳрванди Россия бошед, тамоман шуморо чизе гуфта наметавонад, ҷарима ҳам карда наметавонад, чун шумо танҳо одиночный пикет ин иҷозат ҳам намехоҳад ва ғайриқонунӣ нест, дар доираи қонун ҳастем. бале ташаккур. саломат бошед. ман ҳаминро хостам аз шумо бифаҳмам. зинда бошед, фаҳмидам. иншоалло ки боз суҳбат мекунем.
تشکر. اولاب 44. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. گپ زنید برادر. و علیکم السلام و رحمت الله گفتیم و سلامتون علیک گرفتیم. گپ بزنید انشاءالله. این برادر رو یک کنید و نفران دیگر رو پیوندید. نفر با نام انس. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا شوکت جان امیدوارم خوبه. اکا جان یک چی را قید کنم. همین مسئله سطح حجاب با دوباره ریدها سر شد. همین امروز نوارو مقصد نوارو را ما دیدیم که مقصد با ماشین های اویناسی ها زن های حجاب دار درون ماشین کرده با عدل ها مقصد چیز میکنن. همین چیزا با سر شده زیاد شده ساعت روز تا روز. همین را ما حیران میشم که همین تاجیکستان در اکا جان نیا کنین یک نفری که یگان گناه نداره، مثال یگان گناه نداره، نمرا چی ترالیست میبرن چی سلفیش میبرن به یگان گناه میروان سودش میکنن، مقصد زندانیش میکنن 10-15 سالش میتن. چی پروکراتورا دا برای شکایت کنی اگر آدم گناه نداره یگان مقامو دا شکایت کردن نمیشه. دیگه من نمیدونم اونجا چیکو کردن در کار همین با فکر شما. من میخوام همین را بفهمم. به هر حال حالا اهمیت داده ایستاده باشید نسبت پیشتره این خیلی کم شده است. نسبت پیشتره به هر حال به خاطر آنکه آنها همین کارشان را خیلی با رغبت زیاد کردن میخواهند ولی امروز با ملت روبرو شدند، با سر و صدای ملت روبرو شدند. برای همین با خوجگانشان نشان دادن میخواهند که حتما این کارها دوام یافته ایستاده است. به همون خوجگانشان که به آنها نشان دادن میخواهند معرفت ملی را از بین برده ایستادند، فرهنگ ملی را از بین برده ایستادند. با زیر چادری با پشت پرده این فرهنگ بیگانه از گفتنها، این فرهنگ ما نیست گفتنها، فرهنگ خودی را از فرهنگ خودی فرهنگ بیگانه تراشته، فرهنگ بیگانه را بالای مردم کشور ما بار کرده شدند. ببینید بله اکا شوکت جان بعد یک چیز ببینید از کتله از متریالی اطلس و ادرس مینیوب که ساخته شدند. آخر وای نامش ادرس باشد او خودش مینیوب که باشد همینجا فرهنگ تاجیکی هویدا می شود، همینجا فرهنگ تاجیکی نمودار می شود. مثلا گریم اگر یک لباس تنگ تاره که تمامی بدن زن میتابد از اطلس باشد از ادرس باشد او را این گونه دوخته باشند مگر فرهنگ تاجیکی می شود؟ هرگز نه. اینها با همین گونه تاکتیک ها به خوجه های خارجیشان کار کرده شدن. فرهنگ ملی را فرهنگ تاجیکی را از بین برده فرهنگ بیگانه را وارد کرده شدند. وگرنه آن همین زنها با مینیوب که میروند در بازار در جایهای جمعیتی میروند مردم را میگویند لباس ملی پوشید، خودش در بدنش در تنش لباس ملی ندارد. مردم را لباس ملی پوش، زنان را میگوید لباس ملی پوش. برای همین اینها نفران ضد ملی هستند، اندیشه و افکارشان ضد ملی است و اینها هرچند که از جانب مردم به یک ضدیت دچار شدند، به سر و صدای مردم دچار شدند، روبرو شدند و این کار را دیگر دوام دادن نمیخواهند، لیکن خوجگان خارجیشان مجبور کرده ایستاده است که باید این کار را بکنند. برای همین کار را کرده ایستادند. اینها پول میگیرند از اونها، گرانت به نام گرانت میگیرند و چندی از گپ ها هست. مثلا گریم دموکراتیک کنونی جامعه میگویند اینها میخواهند که چنان جامعه رو دموکراتیک کنانند که در گشت و گذار مردم باریش دیده نشود. اینها همین خیلی میفهمند دموکراتیک کنونی جامعه رو در گشت مردم با سطر عورت دیده نشود، با حجاب دیده نشود و به جامعه جهانی دموکراتیک کنونی جامعه رو همین خیلی نشون میدن. اینها همین خیلی نشون دادن میخواهند. اما دموکراتیک کنونی جامعه که چیزی دیگر است.
بله بله آزادی بیان است، آزادی انسان است، حقوق بنیادی است، کرامت انسانی است، انتخابات شفاف است. بله ما اکا شوکت فکر میکنم نگاه کنین اکا جون در ماشین سیاه دو مردی بگونن نامعلوم دختر یا زنه کجا میبرن نامعلوم ای عادلش میبرن یا کجاش میبرن این نامعلوم ای باور کن یک چیزی که بسیار یک مثال زنی یا زن یک برادره یا یک مادر میبرن نامعلوم کجا میتونن و یگان جای دیگه برنش میتونن عادل برنش نامعلوم یک زن هم میگیرن دو مرد در یک ماشینی اویناسی بار میکنن گویا که عادل میبرن برای ساترش این بسیار یک اسلام میگیم بسیار یک زن فکر کنین یک زن یک برادر میبرن چه خیلی میشه همچون یک مسلمان وجه ما دیدم دردم کرد بسیار دردم کرد بعد یک چیز دیگه را اکای شوکت جون قید کنم ما فکر میکنم نفری که انتخاب با یک چی دیگه دارن امی چی خدمون انتخاب ما پیشوای ما با نامی حافظا امیرا چی کردن بسیار بین مردم دا تقسیم کردن ما فکر میکنم یک نفری مسلمان هیچ وقت این جنابش میگن پیشواش میگن هیچ وقت یک نفری که ذره ایمان داشته باشه اگر یا انتخاب نمیکنن اولا برای که این نفر بر ضد الله بر ضد قانون الله مبارزه بوده است هم خلاصه که شوکت جون نگاه کنید حالا کمتر زور بیاید رئیس جمهور میبراید اینها احمقی کردند نابکاری کردند من بیخبر بودم باید این کار نمیشد گفته میبراید اما نمیفهمد که رئیس جمهوری که گرنگ است چه حادثه در کشورش رفته ایستاده است بکی در کار است اینو درک نمیکرد یعنی اینترنت قیمت شد حالا اینترنت رو قیمت کردن خواستند رئیس حرکت کردن به سر و صدای مردم دچار شد بله یادتون هست بله برادر وقتی که سر و صدای مردم دچار شد رئیس جمهور برآمد اظهار بیخبری کرد و باید این کار نشود گفت و عظیم میبراید که یا رئیس جمهور به تمام گرنگ است نه اینترنت استفاده میبرد نه از جامعه جهانی بخبر است نه یکون کامپیوتر استفاده میبرد نه رویانه استفاده میبرد هیچ استفاده نمیبرد یک گرنگ است تمام به او یک چیز رو میگویند میشنوند تمام یا اینکه خودش رو به گرنگی میاندازد بله اکای شوکت جون بله رنگ باز است نه رئیس جمهور با مردم نیرنگ بازی میکند مردم رو برای نیرنگ بازی برای مسخره بازی در اونجا نموندن بله اکای شوکت جون اگر اهمیت داده باشین در وقتی که پیغمبرمون چیز کردن در فرانسه اهمیت داده بود در تمام دولت‌های مسلمانی میتینگ کردن خیس کردن مقصد چی بیان کردن در تاجیکستان یک جنگ حبیب شد مردم از دیدن در تاجیکستان چه جمع شده بودن در امی پیغمبرمون هم خلقت دادن در چی مقصد فرانسه اهمیت دادن مردمی توجیه خودمون یگان مقصد میتینگ بگویی خیلی کلو نکردن برای چی برای که ترس رحمانوف داره که همرا تروریست میگه اما خلاصه که ما این نکته را بسیار اهمیت دادم هیچ کم ترس وجود دادی چون که ببرن پیغمبر طرفداری کنن یگان چی کنن چی جهانی داد سر از تروریست چون ببرن یگان چی این حکومت خودمون بسیار نگاه کنن چی قدر یک 10-20 هزار تروریست گویا که با نام تروریست یک کسی کار میکنه تروریست در دولت‌های آمریکا دیگه دولت‌ها برای یک تروریست با خیلی دسترس کردن چی قدر سالها میزنن بعد چیز میکنن در تاجیکستان اونجا یک 20 هزار تروریست داخل زندان کردن نگاه کنین یک خنداور وقتا یک مسخره بازی یک چی یک مردم خودمون که همرا تروریست براد بیچاره مسکو دوما کور کیسه میبره یک سخن یک قمگای سلفی تروریست دیگهش میبرن یک باور که به عقلی میدونم ایرا یک جانبی حکومت این خیلی است من فکر میکنم این خیلی است وقتی که در داخل زورشون نرسید وقتی که یک نفر بیرون خارج شد باید در بیرون سر و صدا نداشته باشد و دائم در حالت پنهانی زیر برقا پنهان شده ایستاده باشد او رو همه خیلی تروریست و اکستریمیست معرفی میکنن تا اینکه در تعقیب باشد در تعقیب بین المللی در پایگرد بین المللی باشد این حالت با اون آورده میرسوند که یک نفر که از دست پنجه آنها خلاص شد در بیرون هم پنهان بماند صداش بلند نباشد صدا بلند کردن نتواند
دایم رست گردد، دایم پنهان گردد. برای همین همانها این کار را میکنند و نیمه از مردم کشور امروز تروریست و اکستریمیست معرفی شدند. انا برای همین است. لیکن برادرانی که در این حال هستید، نه در تگ برگ بودنتان فایدهتان دارد، نه پنهان شدنتان فایدهتان دارد، نه بی صدایتان فایدهتان دارد، نه پدرم مادرم اونجا بیزنس دارم، تجارت دارد، دکان دارم، گویهایتان فایده دارد. ما هم بیزنس داشتیم، ما هم دکان داشتیم، ما هم تجارت داشتیم، ما هم مادر داریم، ما هم اکا داریم، ما هم خواهر داریم، ما هم در پایگرد قرار دادند، ما هم تعقیب کرده ایستادند، ما را هم هر روز تهدید کرده ایستادند. لیکن دیده ایستاده اید صدا بلند کردن چی فایده داده ایستاده است؟ چندین من میدونم عالم ها، چندین من میدونم ضیائیان، چندین من میدونم روزنامه‌نگاران که بیرون از تاجیکستان شده اید، تگ چندین برقا پنهان شده اید، صدایتان نمیبراید. به انمی خاطر شما به فایده همین حکومتی که بر شما ظلم کرده است و شما مسافر و مهاجر شده اید کار کرده ایستاده اید. همین را که حکومت میخواهد شما همین کار را کرده ایستاده اید. شما حیثیت خود را معین کنید، کی بودنتان را به تاجیکستان معرفی کنید. اونه که از شما تاجیکستان تروریست اکستریمیست میتراشد اون نیستید. شما آموخته اید، نوری چشمتان را برآورده کتاب خوانده اید، دانش آموخته اید، علم آموخته اید و امروز باید از آن علم دانش فرهنگ شما ملت استفاده برد. پنهان شوی را بس کنید. این تروریست و اکستریمیست گفتن ها به حکومت باید فایده نکند. فایده که کردیم به ضرر شما است. خوب برادر کولاب 44 گپ بزدن هم بله؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شده اکا شفقت خوبی؟ الحمدلله. امیدوارم شما هم خوب باشید. از ما گفتم گپ بزنم که ما در زنگ زدن اتکلوچت کرد. چیرا اما دختره که گپ زد برای میتینگ مسکو در کور نیست اینمی. ما چیز تو میگم برای که مسکو در نمیشه همین آدمو باید ببروین نمیجا انیق میدونین در تاجیکستان همه تماشا میکنم کتا همه تماشا استعفا رحمانوف استعفا همین گپا چی با نمیگن همین گپا باید گفتن در کور این در مسکو نمیشه میبره محکم تون میکنه در کور نیسته این مسکو خودش پلاجنش بزه به وجدانی مامین همین اینم قرمت تماشا میکنه برو یه بار استعفا نمیگن رحمانوف استعفا بگو برو این خر پر واش کو چون ترسیده اون خراش گپی اون را گوش میکنن او یک خرن همین کو هم چیزی بگه رحمانوف گپی اون را میگه خرو وزیرا ما هم وزیرا را کتا ما ایرا ما خرش تر میکنه او یا تگه زبان رو چقدر لتا کوبات میگه کل تا کوبات میگه چی میگه ولی پازور بلند وزیر بلد خازور بلد هم گپ نتوره مثال همه ببرو مرده ببرو بگو استعفا رحمانوف استعفا تمام سیو بله با یک چیه کار برای سویت گفتی اکا شوکت کو قرضدار میبره قرضدار با میبخشش وقتی بخشید خلق قرضدار میکنه هر سال خلق قرضدار میشه اینا که در سین کلوب چیوده اپشیده الکترونی زگن الکترونیکو فایده با حکومت نمیره فایده همو پست چی میره با او فایده نمیره با رئیس پایسوک فایده نمیره برای که بانک دم اسپورش میره انا کمی چی داره انا یورا سال با سال 3000 4000 تا 2000 قرضدار میکنه کم تا 2000 قرضدار میکنه هر سال نشه انا وقتی نه کمی الکترونیکا کو خودت میسپوری کارتا قطعی انا ایره چی میکنه فایده دولت نمیره با اداره چی نمیکنه نمیرسده بگیم اما برای چی نمیره وابشه نکرد همی پول نمیره الکترونیک نکرد برای که کارگراش کارکن نمیتونه همیشه با کسی خچه کارکن نمیتونه انا با کمی چی داره یا هر سال قرضدار میبرم هر سال خلق قرضدار میکنن بله کنش نورا میبخشه بعد میبخشید با خلق میکنه میگیرش بله تشکر به شما برادر عزیز.
حالا سخن را به برادر فرهاد میدهیم. طول این چند دقیقه برنامه ما را برادر فرهاد استفو انشالله. تشکر به شما برادر عزیز. برادر فرهاد مرحمت. خب باز هم سلام علیکم دوستان. طبق برنامه امروزه درباره سیاست‌شوی فضای تاجیکستان، من اول چند نکته را خودم میخوام قید کنم، بعد صحبت با برادران میتیم. یعنی واقعهایی که در مرز گذشت در اسفره و خب نایب بابجان غفور و لیلک اینجا، این نشان داد که مردم ما مردم خوب نیست، مردم از همه چی آگاه است، ولی مردم منتظر یک پیشنهاد، نمیدونم، منتظر یک نفر جدی هستند که از اونها پشتیبانی کند. نه به خاطر همین اگر که امروز مردم بیدار شد، از سرحد خودش از سرحدش محافظت کرد، یعنی با مردم واروخ، مردم چارکو، مردم لیلک خستن، خب دیدن که با حکومت نمیشه، خشون دست بکار شدن، دیگر حکومت هم مجبور شد خب سالداتو را فرستاد برای حمایت از مرز. این نشان داد که مردم ما مردم از سیاست دور یا که سیاست نمیفهمیدگی نیستند، چون مردم میفهمیدگی است، فقط یک نفر است، یک گروه است، یک پروازی در کار که امو قطارا را بکشه ببرد. به خاطر همین من فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم که مردم از حقوق خودش دفاع کند. در همین شب و روز ما باید قضیه عزت همون را باز هم بیدار کنیم، باز هم اثر این قضیه رو برداریم. برای چی؟ چون من امروز آگاهی یافتم از برادران که اون برادران که از شاگردان عزت دادن و در روسیه عزت کمک میکردن، خب هر نوع کمک‌های اجتماعی، کمک‌های مالی میکردن و مهاجران کمک میکردن، بالای خانواده‌های اونا با فشار شروع کردن. حکومت امروز چند تن از خانواده‌های او را، برادرانی که در مسکو هستند، خانواده‌هاش را برده است مقامات بازپرسی، بعضی هاش تهدید کرده ایستاده است که تو بچه‌ت مقصد نگردد، نیاید از مسکو، نیاید زیدی عزت نگم اظهارات نتیاد زیدی عزت در سود پکزنی نتیاد، ما برای او دل جنایی میکشیم بوده، بالاشون فشار آورده است، فشار آورده ایستاده است. من فکر میکنم در این حکومت از این بیداری مردم ترسید، سخت ترسید، چون مردم در همین قضیه اسفره هم از عزت نام گرفتن، شخصیت ها از عزت نام گرفتن. اگر برادران دیده باشن در صحبت آنلاینش با در قضیه مرز، استاد کبیری هم نام عزت رو گرفت که عزت آزاد کنن، چون عزت سال 2014 هم و چند سال اخیر هم که هر باره که در مرز یکم مشکلی پیدا میشید، حکومت خاموشی را رعایت میکرد، ولی عزت هم از پشتیبانی مردمی در مرز بوده را میکرد، مخصوصا مردم واروخ و چارکو اینجا به حد عزت از اونها بسیار پشتیبانی میکرد. به خاطر همین حکومت ترس دارد، حکومت ترسش از بیداری میبیند، بیداری مردم، و ما باید تلاش کنیم، تمام سعی تماش کوششمون کنیم که مردم بیدار باشن. و منم از این برادرانی که امروز در این موضوع صحبت میکنم خواهش میکنم که در دایره همین صحبت کنن و ما بیشتر حرکت کنیم، در فکری اون باشیم که چگونه چی پیشنهادها است، چی راه‌های حل بیداری مردم رو، بیداری بیشتری مردم رو راه اندازی کنیم که مردم خب از خودش دفاع کند. حالا برادر بهادر اینجا میبینم چون همه وقت فعال است، صحبت را از برادر بهادر کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم آقای فرو. من قبولتانیم که خداوند همه سربوده وطن نگهبان باشه. این قهرمانایی که جانش برای پاک وطن سرزمین ما دادن، خداوند
پدر مادر او را سب جمعی بتا نه که رحمان فهم گفتنیم که استعفا برا این قهرمانی را در نام خودش ننویسه. این قهرمانای ما نه آدمایی که برای مرد بوی وطن اونجا دفاع میکنن چی میکنن اوان قهرمانای ما رحمان رو داخل چی چیزا ننویسه. این جواز ما همین در کذات کنیم بیداری خودمون که ما همه مسلجمیم، ما دیگه ملت جدا نمیکنیم. دشمن ما تو رحمان فاکی با قطعی اولاداش خورده گرفته سنای خون مال و ملک خلق تو آزادی با عزت تمام صفا با امام علی رحمان ما را صد خوین بدن اکا جان اکا فرود ما را صد خوین بدن صد ما را دشمن چیز بگم ما دشمن نیستیم. ما برای نه آدمایی که در این پوزیشن عذاب میکشن برای خاک وطن دفاع میکنن ای اولادای میخرن کیف صفا میکنن مال و ملک خلق میکنن ما برای نیا دلمون میسن. ای اکای بودر در بعد منزدی در جان شیرین منزدی یگان گپی دیگه نداری نه یا بکشم ماشین قیمت آخه اکافای غفارچیدای رفتن نول مندگه داد با اکافای تو برین کافای ما جونا را خب که همین گپ ما گپ ما بکنم بعد گپ میزنی من نمیدونم تا اگه جو برو ما در گپ رسانه که من همین کمه فوران که یک مایده باشه که دیگه مول و ملک خلق ندزه این مینا یا زاود کار باشه که خلق موجود بگرده برای باتوجیسان هم ایرا خوی نبرون خوینا شما نمومالی رحمان خوینا دومودای تای خوینا دومود هم اخش اقربای تای که امروز هم مول و ملک خلق دزدی کردی. تشکر برادر بهادر. انشالله یک سخن ممکن است انتظار باشید نوبت نوبت سخن میگیم شما. حالا برادر انس سلام علیکم آقای فرهاد. گورم خوبه نکنیم. بله صداتون هست. بهادر جان صدا بکش چون صدا خلل میرسونه. آقا جان یک چیز هم خواستم قید کنم. ما حیران شدیم ما فکر میکنم این رحمان خودش یک ترسوه چخیل ما مردم یهودی را سلاح داده ما نمیدونم میرا چخیل این رحمان برای یک گپ گفتن آدم و تروریست میگم برای زندان میکنن نامعلوم پیو آدم ها مقصد با چی مقصد میرن اونجا هستن آدمایی که با رحمان خشمگین شدگن طرف رحمان ممکنه که سلاح کنن. ما فکر میکنم اونجا همین نفرایی که سلاح با دست آدم عادی که داشتن این آدمای همین حکومتی آدمای خودشون و یگان آدمی عادی را نمیداد تا جایی که مقصد او آدمی عادی چی مقصد داره چی هدف قطعی طرف حرکت است گرفته سلاحشون نظر شما چی همیده؟ نه من از اون خبرهایی که با ما اومد رسید به مردم عادی که به مردم چارکو مردم اسفره مردم واروخ مردم دهه سرخ مردم دهه چارقشلاق برای اونها یراق تقسیم کردن در حقیقت برای این اونجا چون وضعیت خوب نبود وضعیت بی‌زیب بود اونها هم درک کردن که وضعیت بی‌زیب است اگر که برای دستگیری مردم نباشد غلبه به دست نمیاد به خاطر مردم یراق دادن. منظور ما بالا کن بعضی خبرها هست که گاه سحر میدادن بگاه میگرفتن خب بگاه میدادن سحر میگرفتن این چیزاش هست ولی یراق خالی در دست مردم نیست یراق جمع کرده گرفتن اون یگان نفری که برای مثال حجت نداشت یراق دادگی نیستن ما از جو آگاه هستیم فکر نکنیم که حکومت تو اون درجه به عقل است که دیگه یراق به هر کسی که پیش آمد بده. بله اکن ای بفرما گپ زن. بله اکا جون نمی یک ما منظوری ما اکا کی نه ای ورتالیت یک ورتالیتی بالونش کافیدگی و ما نمیدونم یا این حکومت چی میخواست ما می چیو چکرک ورتالیتی بالونش کافیدگی گویا که 14-12 ساعت با آسمان حرکت کردی اکا همین را منظوری ما اکا کی اون یک گفتی یا خنداوره یک همین اگه دیوانه اگر همین نوار ابو بینه وجه میفهمه که همین ساخته همین چیز مقصد یک مسخره بازی کردن ده اگر نگاه میکنی هم ویدیو را اگر دیوانه اگر نگاه کنم میفهمه که همین ویدیو را ساخته که مقصد ما همین مقصد چی مقصد دارن که خیلی ویدیو میکنم گویا که مردم اکل چی شده ما باور کنم
ببین در مسئله همون ورتالیات این یک خود ده این تمام جهان رو شرمنده کردن، چون یک چیز نمیفهمن که هر چیزی که در یوتیوب موندیست یا که در اینترنت در فضای اینترنتی رفت اون تمام جهان میتونه تماشا کنند. ببینید اخی تا او درجه به عقلن که خب مایل شکل اون ورتالیاتش کار نمیکرد، خب معلوم بود که اون ورتالیات شکسته است، نه تریزه دارد، همه چیز اون هم با جاش هم برادرها گفتن در کدام عدل ایستاده است، خب عدل پلیس کدام ناحیه ایستاده است بگذار باشد، ولی همون نفرایی که از دروش میپرن با اون شکمای غوث از بالا ورتالیات به زور میفروین. اخی شما معلوم است که شما از خطون حمایت کردن نمیتونی که از اولو که با نمیدونم اون автоматش هم دروغ بود یا راستین بود، به هر حال در درون یک عدل بود. این همون دوام لحظه های گوارا بود، مثل همون یک چیز مسخره بازی داریم در تاجیکستان نامی لحظه های گوارا، این مثل همون بود یک چیزی خنده‌آور بود، از اون بیش نبود. و اونایی که در حقیقت میتوانن از سرحد حمایت کنن اونا معلوم بود شاه کماندیر بود با گروه خودش، اون با ورتالیاتش پرید رفت، اون معلوم بود اون چیزی عمیق بود. خب گروه زود عملی که بختیار لنگریوف سرداری میکند اون بود. خب من اون سپیسنز امون بود، اونم معلوم بود اونایی که در جنگ میتوانند جنگ کنن. خب اونو برعکسشون بسیار نشان ندادن، فقط همین نشان دادن یک بار یک چند عکس گرفتن و چند جدا نشان دادن، اونم همون در حالتی در اون شب روزی که جنگ بود اونه بعدی اون حادثه نشون که اونا همونجا هستن. من فکر میکنم که اونا بیشتر روزی 29 روزی 30 اونجا رفتن، چون روزی 29 ما در نوارها دیدیم که خب سالداتا بودن، یعنی ارمیا بود، وزارت دفاع بود، یعنی همون پگرانیچنی служба که میگیم، یعنی همونا بودن مرزبانا با مردم، با یاردی مردم چارکو، مردم واروخ، با مردم سور، با هم مردم ناحیه اصفهان همونی که دست به کار گرفتن. بله اکه فرهود، بله اکه جون یک بعد همی گرانیت سر دیدی اهمیت دادی اکه راه های ما حیران شدیم همی گرانیت سر یک جایی باشه باید که یک سابوره یک دیوره همی یک راه های یعنی گفتی اپا آزاد میتونی تاجیکستان داره میتونی قرقیزستان داره هیچ خیلی سرحده ما نفهمیده میره. درست، شما شاید که هر کسی که همون منطقه نرفته است برای ما مشکل است این درکی سرحد، چون ما سرحد همه وقت سرحد همون چیزی را میدونیم که خب هیچ هم که نباشد، دیور هم که نباشد، سیمخور هست، از سیمخور بله اون یعنی که همون یک برای زبان روسی ویشکا میگن شب پوزبان اونجا ایستاده است، ما همون در سرحد میگیم، ولی در منطقه چورکو واروخ این گونه نیست. واروخ هیچ وقت انکلاو نبود، ولی متاسفانه در این چند سالی استقلالیت اون شده است از به اهمیتی ما است. این یک به اهمیتی فقط حکومت نیست، به اهمیتی ما هم است، چون حکومت وقتی که نداد مردم دفاع نکرد، خب مردم وقتی که واروخ انکلاو شد ما هم خبر بودیم، ما اصلا نمیدونستیم که واروخ انکلاو است، همین چیزا ما از زمین آگاه نبودیم، ما هم در این گناهکار هستیم. من در این مسئله واروخ انکلاو شدن یک حکومت تنها گناهکار نمیشم، همون خاموشی ما بود که واروخ انکلاو شد. ولی مسئله چارکو، مسئله خواجه علا اینا دیگر است، چون مرز جای بحثی است. از اون طرف قرقیزا اومدن وقتی خانه ساختن، خب اول اومد یک نفر 5 نفر 10 نفر قرقیز خانه ساختن، خب چون اون همون مردمی عادی بودن که در نزد مرز اصفهان و بادکند زندگی میکردن، برای اونا سخت اهمیت ندادن. اگر از مردمی همون منطقه پرسی میگفتن این مردمی بودن که فرض کردیم فرزنداشون در مکتبای ما میخوند، خودشون زندگی میکردن در بادکند، در قشلاقای نزدیک سرحدی از طرف بادکند، ولی منطقه که چنین بود که واروخ براشون نزدیک بود میومدن مکتب واروخ، چارکوه براشون نزدیک بود میومدن مکتب چارکوه، در اینجا میخوندن و یک همسایگی خوب داشتن، یک مشکلی نداشتن، نه با آب مشکلی داشتن، نه با زمین مشکلی داشتن، نه چراگاهاشون مشکلی نداشتن هیچ وقت. بعد مردم اونجا اومدن خانه ساختن و گفتن این منطقه‌ای که هست اینجا منطقه قرقیزستان است. یعنی اول گفتن این بحثی است، منطقه بحثی است،
شما اینجا راه نسازید، خانه نسازید. وقتی که ما خاموش ایستادیم اونا اومدن همون منطقه بحثی که میگفتن خانه ساختن. من با برادرم اسفره صحبت کردم که چی گونه بود. میگفتن که اول میوردن درخت میساختن، ما میگفتیم این پهتو آورده در زمینه ما درخت شینونده، جدی قبول نمیکردیم. وقتی میرفتیم میگفتن که این یک درخت است، خب دیگر شینونده. اینجا حکومتش در این مسئله دخالت نمیکرد. بعدتر وقتی که قرقیز ها اونجا زیاد شدن و کوچه قرقیزی پیدا شده، کوچه همون یک راهی که هست همگی مثل 4 متر 5 متر راهی هست، همون دیگه از راه اون طرف قرقیزستان شده، از راه این طرف مثل خوجه علا شد، منطقه تاجیکستان شد. بحث اونجا ورود شد تا اون درجه رفت که برادران نقل میکنن که ما همون راهی که خودمون اون راه ساختیم و در همون نوارها هم شما اگر اهمیت داده باشید دیده در همون راه وقتی میرفتیم برای ما مشکلی ایجاد میکردن، ماشینمون رو سانسور میکردن، خب نمیموندن با اون راه بگذاریم، هر مشکلی رو ایجاد میکردن. همینا را مردم میومدن دعوا میکردن، میومدن سویت قشلاق میومدن اونجا اتسکاوی داشتن، امو یک پلیس منطقوی که هست با اون مراجعت میکردن. همینا را سند متاسفانه مردم ما از همین یک حجت کنی سند کنی اون قدر آموخته نیستن، همین را نمیخوان حجت کنن، حجت گذاری کنن، مشکلی ایجاد شد شکایت میکنن، خلاص برای همون دوام نمیروند. این رو باید شکایت میکرد، باید به سود مراجعت میکرد. اونایی که مانع ایجاد میکردن اون رو باید به سود میکشیدن. همین کارا رو نکردیم. خب اومد چند بار مناقشه در سرحد، این بار اول نیست، در فوجه علا سال 2014 هم شده بود. اون برادرم حاجی حلیم خدا رحمتشون کنه با کماندش رفته بود حل کرده بود اون دفعه. خب این دیگه به همین رسون اومد که متاسفانه به همین خونریزی اومد رسون که من اصلا طرفدار این نیستم، من ضد همین حادثه های کشیده هستند. اگر فکری من شخصی من باشد، من هیچ وقت طرفدار اون برادرها وقتی که خب قرقیزا زدن خانه های اینا رو با تنکه و با چیز ویران کردن، علاب سر دادن، با وقتی برادرای ما رفتن همین گونه عکس العمل نشون دادن، خانه قرقیزا رو علاب سر دادن. من طرفدار این نیستم، چون ما مسلمان باید از دیدگاه اسلام نگاه کنیم. اسلام هیچ وقت اجازت نمیدهد حتی یک کشوری که با اون دشمنی اون رو اگر که اشغال کردی گرفتی، خب مسافر رو باید نکشی، زن رو نکشی، انسانی که یراق ندارد، یعنی مردی که در دست یراق ندارد اون رو باید نکشی، خانه رو باید علاب سر نتی، خب گندماشونه یعنی که مواد غذایی رو باید علاب سر نتی. این چیزا همش در فقه جهاد آماده شده است. ما باید همچنین مسلمان از این کارا باید دست بکشیم. بله فرمود. بله مردم که سالها ضرر دیده بودن از همین نقله یک قهر و غضب داشتن. این همون قهر و غضب دیگر با احساس بالا اومد از همین حادثه رخ داد متاسفانه دیگه همین از برادرم هست. بله که فراد باید نقطه اگر قید میکنم از خانه با برادر میتیم امی یک شما دامی مخالفو ده یک جواب دادن. مقصد امی ما بسیار احترام داریم امی بابای حاجی میرزا یک سخنش گفتنیم. مقصد همه گروه 24 چی هم کدام آدمی مقصد حقیقت اگر بزنین منبرا را در نظر دارم امی در جواب داد مقصد کی مقصد گویا که با گفته یا نکنین دیگه و دیگه. مقصد ما بسیار حاجی را احترام داریم. مقصد یک سوالش میاد که مثال یک زن شوهر شد چی کده یا که میگوی که مقصد در لعنت خدا گرفتار بشه. ما حیرانم که چرا رحمان برزید خدا قانون برزید قانون خدا مبارزه میبرد. من نمیدونم چرا جواب نمیگوید با آنها میخیزن. مقصد با گروه 24 با گروه نهضت با اینها جواب داده میتونن، اما با رحمانوف که برزید قانون الله مبارزه میبرد با آنها مقصد جواب داده نمیتونه. من حیرانم. ما این حاجی را بسیار احترام دارم. مقصد من نمیدونم چی با همین کارا را میکنن. این نظر آیا در اسلام گفتگیه که مقصد میدونه که شما نه سود میکننش یا نه مقصد زندانش میکنن. میدونه که رحمان زندان میکنه، سود میکنه، مثلا چی میکنه زندانیشون میکنه دیگه سخن نمیگه. این با فکر من نادرسته ای کاری حاجی. سلامت باشید انس برادر.
من درباره حاجی میرزا گفتید. حاجی میرزا را بسیار بعضی‌ها مخلصشن، بعضی‌ها خوب طرفداراش هستن. من حاجی میرزا را شخصا میشناسم. انشالله با برادرمون حاجی میرزا رفت آمد خوب داریم. من فکر میکنم که اون دوملا و عالمایی که حاضر در داخل تاجیکستان هستند ما باید اونا رو فهمیم، چون اگر اونا زیدی ما هم یکم گپای گفتن، من ندیدم جایی که حاجی میرزا گپی سخت نمیدونم گروه 24 یا نهضت گفته باشه. خب میگه که دیگر میاد همون چیزی که معمولی است همون میاد طرفی اونا نروید، گپی اونا رو گوش نکنید. این دیگر مردم خودش میدوند که کدام گپی حاجی میرزا رو گوش کند، کدام گپش گوش نکند. ما باید اونا رو درست درک کنیم. در داخل مشکل است، در حقیقت همون یک بدنشون در همون داخل خودش این یک برای ما خیلی گپ است. همون یک سوال فقهی عادی ده که برای مردم جواب میتین، همونش هم برای ما بسنده است. ببینید حکومت از تمام مسائل کوشش کرد که یگام دانشمندی که در حقیقت دانشمند است در منبر نباشد و یگام نفرانی هم که امام خطیب هستند دانشمندان از همون معیارهایی که براشون حکومت، یعنی که همون خطی که کشیده است، از همون بیرون نمیبرن. متاسفانه نمیتونه بیرون برآمده. دیگه این وظیفه ما شما هست که ما باید کاری کنیم که اونا بتوانند صحبت کنه. برای مثال اگر برای حاجی میرزا مشکلی بدر بیاد، دست ما و شما هیچ کار نمیاد. به خاطر همین ما باید مشکلی اونا را از اون زیاد نکنیم. خب تشکر. خب سوال دیگری نوبت کی هست؟ نه بهادر صحبت داده بودیم. یک نفر بهادر ما وروخی هستیم. خب بفرمایید که شما بهادر ما وروخی هستیم. هستید؟ اکا بهادر خودتی ویدیو تکشتی نشناختم. میگذاریم با برادر بعدی بخشش. اکا بهادر اینجا نفرها بسیارن. ابو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرمایید برادر. سلام مرا به همه مهاجران برادران عزیز میشنوم میرسونم و برادرای گروه 24 میرسونم و محیدین کبیره میرسونم. ایرا دونسته گیرن که یک دوست عزت رحمان خودم هستم. ایرا دونسته بگیرن که من انشالله رحمان اگر عزت امانه در پاش خار بزنم، عزت امانه اگر دنیا برن، ایرا دونستم که اگر خچا بردن اتون کو هر یک سردوسته همون تاجیکستان، هر یک کلمتر تاجیکستان خداش بردن اتون فرزنداش اگر هر یک 10 تایشو نگیرم نرم خطی به دنیا رو من هر چیز نباشه. من شب روز خواب نیستم. خشونت در برنامه گپ نزنیم. ما هم دیدیم همین حادثه وروخ نشون داد که من هم چند نوار بچهای اسفره پرتاختم، بچهای همون سرحد همون روزی اول همون بچهای قرقیزی که کشته شدگیان در یک جا 9 نفر کشته شدگی است، یگان تشیرق نداشتن. من راست دیگه خیلی ناراحت. واقعی برادر من عرض کردن من در سرحد هم نیستم، من در تاجیکستان هم نیستم. خیلی بیرون میبینیم چون ما جنگ شهروندی در همین کارا رو دیده بودیم. خواهش میکنیم برادران، ما میدونیم که ما شما رو درک میکنیم. برادر من خیلی مثال میکنم برادر. من با برادر عزت خیلی دوستی نزدیک هستیم. ما یک جای کار کردگیم. همون سازمان جوانانی که عزت شروع کرد اونم ما با عزت یک جا شروع کردگیم، یک جا تاسیس دادگیم. خب به هر حال از خشونت گپ نزنیم برادر. خواهش میکنم. انا برادر انا خیلی عزت امون، خیلی عزت امون. 1001 تا عزت امون گای در همینجا فهمیده؟ 1001 تا عزت امون گای همینجا. ما بیدار شدگیم. باشد سلامت باشید برادر. خب در امان خدا خداوند نگهبان باشه. برادر مهاجرا خاموش نباشید. سلامت باشید برادر. غریب بیکس بفرمایید. سلام علیکم اکا فراد واسن. میرم دوزن. غریب بیکس هسته بفرمایید. اوزو میرم. خب نیستن. مبارز. علیو. السلام علیکم. غریب بیکس بفرمایید گپ زنید. میرم اکا فراد اوزم. انا صداتون اومدن که بفرمایید. سلام علیکم خوب هستین نازنین؟ و علیکم السلام. میشد رحمت بفرمایید. ببینید اکا فراد من با همین مردم تاجیک نگاه از روی سواد کم داشتن از روی چی نمیدونم برآمده در این منبرها فرصت خود را از دست داده در یک موضوع صحبت میکنن که
тамоман барои пешрафти тоҷикистон нест. мегӯянд ки ҳоҷи мирзо итагув аввалаш ки мо дуо мекунем ки аз риваё пеши худо қабул шавад. ҳари академи онҳо дар оҷа истодагӣ мақсад вай дорам. ҳоҷи мирзоро вақте ки масҷид рас кардам, барои чӣ ки нахести бигӯ ки масҷиди олими моро рас накунем, имрӯз аз дур истода мегӯя ки ҳоҷи мирзо тарафи мо санг мепартояд. ҳоҷи мирзоро рафта маҷбур кард, яъне як чиза намедонӣ дар олимо чақа нашӣ. ё ки мевояд муят анас биромад гуфт ки ана ред рафтаест барои ҳиҷоб. ин як мавзӯе ки охир ред рафтаест чикор мекунӣ? гиҷо арз мекунӣ, гиҷо шикоят мекунӣ. раҳмонов ред ҳиҷоба маън карда дар баромадаш гуфт ты сиёнкаш ки парту дайни бародар нашаш мекунад. тамом дар бораи гап назан дига. дар як мавзӯи гап зане ки наздикӣ барои инқилоб, наздикӣ барои ояндаи тоҷикистон бошад. охир бародар ғариб, дар ҳамин суҳбати шумо ман як чиз мехоҳам шуморо хеле кунем. бубинеда мардуми мо якумш ки бесавод нестанд. аслан саводнокӣ чира мегӯянд? як нафаре ки хонда метавонад аллакай одами басавод ҳисоб мекунад. ҳозир меъёри саводнок будан ҳамин аз интернет истифода бурда тавонистан, хуб ғайр аз забони худат боз як забони дигар донистан. бародари мо аксараш муҳоҷиран, меянд дар Россия кор мекунанд, яъне ки метавонанд дар сатҳи академия ҳам ки суҳбат накунанд ба забони русӣ, вале як забони муошират ҳам метавонанд, яъне на он қадар бесавод нестанд ва аз оне ки суҳбат мекунанд дар ҳамин мавзӯъро мебардоранд. он ҷавобгӯ он аст ки ҳоло бесавод нестанд. биёед мо бесавод нагирем мардумро. ин як масъала. масъалаи дуюм, ҳамин минбарҳое ки мо барошон метем, мутаассифона ҳамин фақат минбарои озоде ҳастанд ки метавонанд як суҳбатшона, як суханшона бигӯянд. фақат ба хотири ҳамун ки ҳамин як минбари озод фақат дар ҳамин ҷаст, ба хотири ҳамун мо яъне қатшон намекунем, мегузорем ки суҳбаташона бикунанд. агар касе аз хушунат гап мезанад, мо инҷа намегузорем, чун мо хушуната худмонам қабул надорем ба хотири ҳамин. вале агар дигар мавзӯъ дуруст аст ки агар мо бештар имрӯз дар бораи интихоби ҳамин ки имрӯз мавзӯъро интихоб кардем, дар бораи бедории сиёсии мардум гап занем, хубтар аст. вале ба ҳар ҳол агар шумо ҳам ягон гуфтанӣ дар ҳамин мавзӯъ дошта бошед, ина марҳамат бифармоед. рости гап ин мавзӯъ дар гуфтани вай дар бораи ҳамин инқилоб, дар бораи истеъфо рафтани Раҳмонов, не бубинда дар бораи инқилоб, мақсад дар бораи истеъфо рафтани Амир Раҳмонов ман гуфтанам ки ин асосан вазифаи мо муҳоҷирон нест. барои он ки аз дасти мо агар ки вай дар гардани мо бошад, вайнои залал мешавад ба мо. нигоҳ карда вайое ки дар дили Тоҷикистон, хусусан бекорхӯҷоҳо мегӯям ба забони лаҳҷавӣ, бигзор онҳо падарон, модарон масъалаи Раҳмонов мақсад бинанд, мо аз ин ҷо вайое ки мегӯянд мақсад ки мо бояд ки омода бинем аз Россия барем, не, кори хато аз нигоҳи ман. мо бояд финансировать кунем, вайеш ки мақсад чикорш мекунанд, зарарш мекунанд, зиндонш мекунанд, чикорш мекунанд, вай одамое ки дар даруни Тоҷикистонанд масъалаша бинанд. чанд 6 миллион нига боқӣ монда дар Тоҷикистон митинг мекунанд, чизе ки мегӯянд аз дастшон меояд кардан бигиранд. падарон, мақсад модарон, шоҳарон, бигзор муҳоҷирон мақсад дар инҷа бестанд, кор кунанд, пул кор кунанд, равон кунанд ба онҳо. дар Тоҷикистон ягон даромад дига нест. мераванд, ёро меқапанд, зиндон мекунанд ва ё мемонанд камбағал шуда. ташаккур бародар. шавкатҷон мегиред даст ба кор мешавед. шумо бародари азиз ки моро дастгирӣ кардед. навбати мубориз аст бародар. мубориз агар бифармоед, агар микрофонтон. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом. пайғоми ман ҳамин аст ки агар то мардуми Тоҷикистон ай нафси худ даст накашад, на инқилоб, на Раҳмонов, на дигараш мешавад. мардуми мо ба саводай нотар тоҷик чӣ нафс дора? мардуми мо нотарса ба савода ине ки ба нафс додагия. масалан чӣ нафс дорад? нафсашро гап занедем, бечора чӣ нафс доштааст? бародар Шавкат, ҳамин якдигармона фиреб накунем. ба нафс додагия ҳамин метарса, ай хонаш метарса, ҷонша додан метарса, кори ҷойша додан метарса. манам хеле бале
حالاتون با خدا. تشکر، سلامت باشید. برادر فرهاد ببینید همینجا اگر مثلا گریم تقریبا 2 سال پیش ما به همین مهاجران رو می آوردیم، مهاجران رو می گفتیم در برنامه ها شرکت کنید، اشتراک کنید، گپ کنید و ها. خیلی خیلی احتیاط میکردن، بله خیلی خیلی احتیاط میکردن. حالا می‌بینیم که هر برابر مخالفان حتی ایده از همین مهاجران بالاتر و بالاتر توکلشون از بعضی از مخالفان شده است. حالا هم در بین مخالفان شخصانی هستند که گفتیم برادر به همین کار بار زندگی خودشون مبارک هستند و از همین بیچاره مهاجر ببینید بر روزش کار میکند، با بیگاه میگوید، یک حرف دلش رو میگوید، یک برای یگان کمبودی رژیم صدای خودش رو بلند میکند. واقعا ببینید برادر فرهاد، مردم دارد روز بر روز بیدار شدن میگیرد و واردی سیاست شدن میگیرد. اینجا من فکر شما رو دونستن میخواهم که همین گونه با فوج مردم واردی سیاست شدنش، اگر مخالفان و نفرانی که باید آینده این مردم رو اداره کنند در یک جامعه دموکراتی، در یک جامعه حقوق بنیاد، در یک جامعه سازنده، شایسته سالار، مردم سالار اداره کنند، اگر به این موج مردم، به این موج شهروندان که امروز بیداریشان بالا رفته است، خود مخالفان آگاه نباشند، خود مخالفان آماده نباشند، چی می شود نهایتش؟ تشکر شوکت جان. من ببینید، من بیداری همین مردم خمون احساس از کمی پیشتر کرده بودم. خب اقلا یک سال، یک نیم سال پیش که مردم دارد اوسته آگاه میشوند و بیدار میشوند. خب دیگر معلوم بود که همون برنامه آنلاینی شما ده، این گروه 24 ده، خب مردم هر خیلی میشود و نفرایی که صحبت میکنن آشکار زیاد شده استادن. ولی همین قضیه برادر من ایزد خیلی ها رو بیدار کرد، چون ایزدمون دیگر بر یکم گروه سیاسی مخصوص ربط نداشت، بیشتر در خدمت مهاجران بود و اینم هر یک مهاجر همین حس کرد در خودش که همین برادر ما است. ما باید امروز از ایزد دفاع کنیم و همین قضیه ایزد مردم ما رو خیلی بیدار کرد و منم خیلی خرسندم از این بیداری مردم آگاه شد. همون بیداری مردم بود که وقتی در اسفره این دفعه شروع نیزو خیست، خب یکم پرووکاسیون که طرف قرقیزو کردن، مردم ما در دست به کار شد، چون مردم الکی بیدار بود، خب جسارت پیدا کرده بود. برای مثال یک سال پیش برادرمون رمضان نبود در هیچ، من نمیدیدمش، نمیشناختمش. همین اوستا همین بله همین زمینه ها آماده بودن، که مردم خیست. اگر شما اما نوارا رو اهمیت داده باشید، مردمی چارکو و روخ هم وقت درباری همو سالداتا بودن، یراق نداشتن ولی درباری سالداتا بودن، حتی اشاره میکردن گیجور زدن در کن. بله پرچم تاجیکستان رو بلند میکنن. بله این مردم برداشت. خودش میبروید همین خیلی ستون چسبیده میبروید پرچم تاجیکستان رو میبردارد. 100%. شما همون بچه که پرچم تاجیکستان رو میبردارد، اوی همین یکم نبیره رحمانوف هست؟ نه، اوی یکم خیش تبورش هست؟ نه، حتی یکم حکومتدار نیست. نمیدونم بچه کدوم، یک بچه عادی است، کم بغل است، معلوم است که از همون دهات است. خب دیگر حسی همون وطنداریش بالا میکند، میبرد پرچم تاجیکستان همونجا میزند. باور کنید برای همین مردمی وارخو، نمیدونم مردم همین اسفره مثل منن، اونم برای ما هم پرچم او قد چیزی نیست، یک مطوع است، نه؟ ولی اونه که امروز این نشانگری یک بیداری مردم است، این خودش علکه معلوم است که این دیستخاری است. ولی این یک نشانگر است، اما بیرق برداشتن این خودش معلوم است که اون مردم بچه شیره است وارد سیاست. میگه که من خودش نشان میده من تاجیکم و از این بوم و مرزم حمایت میکنم.
امروز از قرقیز محافظت کرد، فردا از رحمانوف محافظت میکنن. برای مثال برای مردم اسفره، برای مردمی که در سرحد زندگی میکنن، اولویت برایشان مرز و بوم است، چون زمین های استفاده برنده هست، زمین دهقانیش هست، زمین چراگاهش هست، دریاش از دریا آب میگیرد، اونو محافظت میکنه. ولی برای من غاصب اساسی قرقیز نیست، برای من غاصب اساسی رحمانوف است. اویله رحمانوف است که یک گروه اومدن تمام تاجیکستان را قبض کردن، میخواهد این قسمت پامیرش به خیتای میتید، میخواهد راه پولکی میکند، میخواهد نمیدونم زوادی کدومی را میکشد میگیرد، میخواهد بیزنسی رجبلی اودینایف میکشد میگیرد، میخواهد عمرالی را میکشد در ترکیه بیزنسش میکشد میگیرد، میخواهد نمیدونم یک حزب سیاسی را از تاجیکستان وحشی بیرون میکند. یعنی که این غاصبگری اساسی رحمانوف است. غاصبگری اساسی قرقیز نیست. قرقیز اگر بسیار زورم میزد، خب شاید که یگام همون دریا را یگام قسمتش میگیرید، مردم وروخ از اون زیاد نمیموندش گرفتن یا مردم خواجه علا. ولی غاصبگری اساسی ما در دوشنبه میشینه، میآید در وروخ برآمد میکنه. خب نمیدونم کدام انشاءاتی کدام کلوبی دعوی شوروی بدگی را ریمون میکنن، از نام خودش با اونم مردم تعمیر میکند و در نام خودش مینویسد و حکومت تعمیر کرده است، اونم میکشوید و در اونجا برآمد میکنه. فقط قرقیز میزنه اونجا ولنگار میکنه. غاصبگری اساسی اون است، باید ما دنبال اون باشیم. بله. ما اینکه امروز در مرز مشکلی شد، ما باید دیگر عزت فراموش نکنیم، ما باید مشکلی که در داخل هست فراموش نکنیم. ولی اونجا ببینید بسیاریا صحبت استاد کبیری را تنقید کردن که کبیری طرف قرقیز گرفته است. خب گویا که از قرقیزا محافظت کرده باشد. شما اگر انصاف داشته باشید، شما اگر وجدان داشته باشید، خود مخالف میگیرید، نمیدونم هر جایی که نیستید برای من مهم نیست کی هستید نیستید، ولی شما تنقید از کبیری میکنید، از غاصبگری اساسی نیست. برای من شما دیگه کی هستید؟ هیچ کی. شما اصلا ملت دوست می داشتگی، وطن دوست می داشتگی، هیچ وقتی با یک مخالف دیگه سنگ نمیزنند. بگذار امروز اگر اون اشتباه هم کرده باشد که من در برامت اشتباهی نمیبینم، درست است، من 100% قبول دارم گپوش که مشکلی نه پیشتر میشه در حال کردن. رحمان برای من سرلشکری ملی است، سرلشکر از درون شرمندگی است. این دیگه نه چخیل میتونه دیکتاتور خب یک نفری سرلشکر زوریش بینید از داخل بونکر بیرون نمیبراید. حالا صادر جبارов با مسقط آمد با مردم واخوری کرد. این سرلشکری ما در کجا بودنش تعیین نیست. از همین جا معلوم می شود که کدام این پرزیدنت یا این رئیس جمهور کار داده میتواند به مردم یا نه، با مردم بوده میتواند یا نه. با مردم که بوده نمیتواند، به مردم چی لازم است؟ نفری که با مردم بوده نمیتواند و این رو دارد امروز مردم آهسته آهسته می درک میکند، فهمیده ایستاده است که نفری که با ما نیست، با ما چی لازم است. برای همین سر صداها بلند شده ایستاده و فضای تاجیکستان آهسته آهسته دارد جامعه تاجیکی سیاسی می شود. خدا برادر ببینیم اینجا یک نفر داماد امام علی اومدن که ببینیم چی میگفته باشن. این داماد امام علی، داماد امام علی و همه السلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پدر خصوص اکا من چی گفتنی؟ من داماد چون من گفتنیم که اکا ببینه در قرقیزستان همین واقعه رخ داد. رئیس جمهوری قرقیزستان در پاچه‌هاش در لرزه درآمد که حاضر همین خلق به سر من میبیاید. شب و روز خستگی در منبرها در خدمت خلق، شب و روز خلق راهبریتی خوب داره. اما ما ندیدیم که این کلغاو سیما فقط همون وای کرده و خواه رفته یا 200 گرم عرق زده خواه دیگه نمیدونه که مرد که زنده. این همیقه بله رحمان برای ما یگان خوبیه نمیبیاره. رحمان من
امو تلخش میگه کو بینه همین تریزه نگاه که همه رفته اومده سینده دوشنبه همه سازه او سازه با هم کرپچش یا تا 200 گرم ویسکی عرق شویتسرسکی یا عروسی تیار کردگی همو تیار میکنن میبیارنش برای وای کلان و نگاه و پیش وای میبیارنش این همین تا دیگه چیزی نداره او دیگه یکم برنامه نداره برای آینده ما دیگه 1 سال در برنامه برآمدش گفت که ای مردم همین روسیه میره چی با 6 ماه پس میگرده میبیه به 3-4 سال پولی غوث کار کنی و با بیایه رحمان همین برنامهش دیگه نداره برنامه بله روح کرده چرا میکنی؟ صادر جعفروف ببینید ما با قریزا بسیار میشینیم باور کنید استاد محیدین کبیری یگان گپی خطا نگفته برادران قرغیز ما به خدا همچون از ما نمیبینه میگه ایجا یگان کاری هست که ای تشید اگر دو برادر مسلمان نماز میخونیم و یا جایی میشینیم و روزه میگیریم این یگان امکان نداشت که این کار شود نکم گفت اینجا چی گپی هست گفت ما ای ملت تاجیک خفه نیستیم ما هم از ملت قرغیز خفه نیستیم اینجا چی گپی هست مایلا نکم پریزیدنت قرغیزستان با یا پا خستگی راست در تاجیکستان وظیفه میخوایی او امام علی میگوی پیشوای ملت میگوی خدمت با امام علی میگوی خدمت با خلق نمیگوی در قرغیزستان وظیفه میخوایی او وظیفه میخوام اگر همه پریزیدنت تعریف کردی یا که منفیت ملت نادیده گرفتی جد پنجره تمام نمیخوام بله نگاه کنید یک نفر نوشته است که برای انقلاب کردن نکم از 15-20 سال دیگر لازم است چون که مردم 95% خوب است و ترسانچک نه اکای شفقت برای انقلاب 15 سال نه برای انقلاب یک گرده نغز در کار ایو 3 ساعت وقت وای پاتینکاش در پشت پوشیدگی های تیارش تیاره با خدا قسم این ایازی در دست مردم یراق داده و سیانکه دارن معلم و معلمه و گوده که برآورده این برای چیه؟ برای که گویا که مخالفا را بگه که من هم مخالفا را بگه که من خلق پشتی من او خودش میدونه نمی کنایه کرده خودش میدونه که دیگه بای دادگی همین فقط نیم ساعت خلق تاجیک همین بروی به خیابان همین بسوی رحمانوف اگر همین شتاب کنم رحمانوف خودش گریخته میروه با ببینید با خدا قسم این همین تچی در کن برادر عزیز یک نفر نوشته است شوکت شبها در فکر منصب خواب خوش نمیکنی لیکن متاسفانه ناکام میمونی این قشلاقی ها رو دیگر جنگ دختن نمیتوانید نوشته است ببینید برادر عزیز انشاءالله که به تاجیکستان برگرده من فقط چوپانی میکنم انشاءالله با هم قسم در کار نمیبرم این دامادای امام علی خوشون نمیبره وظیفه بالای وظیفه نه زپرفکمون نه سویدمون نه لامپچکا فروشیمون نه روی پولکیمون نه بنزین 10 سومونمون نه گازورا گرفتن نه بالون کجا میره من دکمن من دمی مرغ ما اوکول کردن یا دکمن گیرم برای فراز تو دکمن بگی ما اول فهمیدیم که فراز فقط زپرفکه ما نفهمیدیم که فراز دیگه لامپوچکه خونه باشه برق باشه فراز پالشوک باشه فراز دکتر باشه فراز تکنیکای دکتری باشه در کوه یک گیاه رویت فراز حجت رانندگی در کار باشد فراز به مکتب خواننده میرفتگی باشد فراز از دختر میگذشتگی باشد فراز خانه سوز فراز من حتی ماشین میرونن لباس ها در کلشون میبندن که همین ماه باید شما لباس زرد پوشکی شما را فهمن که شما راننده از کجا بگیرم همین لباس در بازار 50 سامان همین بگیرم نه برای فراز 300 سامان بگی و چوه من برای فراز بگیرم 300 سامان یادتون هست چند سال پیش به پشت ماشین ها مجبور کرده بودن که یک لنته رخرخ سرخ و سفید کلیک کنند چسبونند نه بله یادتون هست
همه مجبوران به پشت ماشین خودش همون لنته سرخ و سفید رو میچسبون. مجبوران همه باید بچسبوند و وای لنته رو به فلان پول باید خریداری کنند. انا بیزنس یگان به ترتیبات طلبات مثال گریم بازرسی دولتی اتومبیلی یگان خیلی ربط نداشت، تنها بیزنس بود. بعد از چند از وقت از مجبوردن حالا به همون هم ماشین ها گشته ایستاده است که دیگه در این باره طلبات نیست. اکای شفقت در پیش گفتون اینم یک چند سال پیش من در تاجیکستان بودم. سحر حالی من نماز باندا در خواندم، حالی نخوانده 6 آدم آمده حجت ماشینی من این او وای همه خیلی یک چند نمون. من گفتم ای مردم میمونه همیجا ساز زندگی کنیم، همی میبیایم یک مادم میگن نمیفارد برو رو. یکمش دویمش پژرنی قطیشون آمد. من برای کدامی که در جای استقامتی چی نداره وای آمد همین یک چند نمود میلیسه و همین چند نمود کارگر آمد. چیکار کردن؟ قشلاق به قشلاق خانه به خانه گشتن. پیشکی حالی در قشلاق همسایه قشلاق های پیشکی این قشلاق 5000 سامان جمع میکنه در دست کلانی ویا میتید ویا این قشلاق فقط 3 نفر جریمه میکنن که بوده ما در آمدیم. وقتی که دهات ما گفتی مرحمت بدروی ما هیچ چیز پنهانی نداریم همین در آمدن سرشوی قشلاق 3 خانه را 200 سامانی اشتراف کرد. قشلاق مجبور شد که اگر گفت اینجا 1000 خانه 2000 سامانی میتیم مثال چی میشوه چنقه میشوه گفت این یک قیامت میشوه. برآوردن دادن مجبور شدن 3 قشلاق پیشکی پول جمع میکنن. بله حالا برادر عزیز ما همینجا نوبت رو به دیگران میدهیم. پیش از نوبت رو به دیگران دادن برادر پیام به یتیم آماده شوید. اینجا یک نفر نویسته است که روز عدالت حکم فرما خواهد شد. 70% کارگران دولت نیز بر ضد حکومتداران بالایی اند. برادر فرهاد به همین باور دارید شما؟ شوکت جان اگر شما را برای مثال حاجی 1200 سامان معاش بتیانه با مجبور کنن تو نکی زیدی مخالفان گپ زن هر روز کیم کدام کارو را کن در کار جمعیتی اشتراک کنی باید شما میتونید زید نباشید. من باور دارم که زید هستم. من باور دارم. پیام به یتیم گپ زنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای شوکت محمدی و دیگر برادران تشکر به شما. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. برادر همین روز در همه حدود تاجیکستان در شهر دوشنبه فقط ابله برای حجاب شدگی برای ریش دتا زنک گرفتگی بردگی که زنکای شوهر داره در درون عدل 1 ساعتی محکم کردگی هستند. همین باید ما بی‌طرف نباشیم. به حد غم دادستان برای همه حجاب فقط غم دادستان همه را تروریست اعلان کردستان حزبی اعلان کردستان. این خیلی نمیشود آخه. ما اهمی منبر گفتنیم به یتیموف والله بالله تعالی هر کسی که یا بفهم یتیموف من میدونم تو گوش کردی هر کسی که با پروتیفی با همه حفظ حجاب به شک او کافر به شک او ابو جهل والله بالله این حق حدیث هست در این باره. نکن ای کارتا ای مرتد ای کافر ایرا فراموش نکن که یک دستی همو اسماعیل سامانی ما هیکل یک دست خالی های آن اون دست خالیش در طرح دور میکشیم برای این حفظ حجاب منع کردن برای با دینی ما چکشیدن. والله بالله من نه با همین مخالفه کار داشتم نه با هیچ کس. وقتی که تو همین کار کردی همین مخالفه. یک دقیقه برادر عزیز من جو شما رو میدارم. ما طوری که آنها رفتار کرده ایستادند ما مثل آنها رفتار نمیکنیم. آنها مربی ما نیستند. آنها که با خشونت کار میگیرند ما با خشونت کار نمیگیریم. با آنها قانون و
تمام طلبات قانونی که در کشور هست طبق آن ما با آنها رفتار میکنیم و آنها که خشونت کرده ایستادند، کشته ایستادند، زندان کرده ایستادند، نتوکوب کرده ایستادند، سوزانده ایستادند، پزانده ایستادند و هکذا، دندان های مردم را کشیده گرفته ایستادند، ناخن های مردم را کشیده گرفته ایستادند، مردم را به گزمال سوزانده ایستادند و هکذا. ما از این گونه وحشیگری ها استفاده نمیبریم هیچ وقت. آقای شوکت محمدی نگاه کنید، اینها طبق قانون به جوابگری کشیده شوند، در پیشگاه قانون جواب دهند. برای این خالی نه هیکل سامانی نگاه میکنیم نه به دیگرش و وقتی این آمد که گناهکار به جوابگری کشیده شود حتما از خشونت و از تندروی کار نخواهیم گرفت. این تندرو ها، این اکستریمیست ها، این تروریست ها در سطح دولت مربی ما نیستند، تربیتگری ما نیستند، با آنها چیزی نمی آموزیم. ما حتما تابع قانون خواهیم بود برادر عزیز. الو آقای شوکت محمدی ببینید، همین روز در پالیتکنیک اینستیتوت در آمدگیان گفتگیان که پروتی همین حفظ حجاب گپ زنید، نازنبیل کافی رو روین. من در این منبر قسم میخورم تا همون روز که من حیات هستم یگان وقت ای مبارزه دست نمیکشم. برای به دین ما چاقشیدی، به ایمان ما چاقشیدی. ای یتیم ایرا فراموش نکه که هر کسی که پروتی دین برآمدگی شکست خوردگی ای. والله بالله حقای. بخون ایتلا بخون، تو معلمی، تو خودت معلمی ای یتیمو. وقتی ما خیلی کم مونده است، به هر دو اینها هم وقت رسد. یک سخنی مهم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین در قضیه قرغیز گپ زنمکه. نفهمیدم. در قضیه قرغیز گپ زنم، قرغیز تاجیکستان. گپ زنید. این بار از شما گپ زنید. انا آقای شوکت یا سوالتون شما را از سال 2014 همین مناقشه‌ای که اکبادی رحمانوف شد در نظر داریم سر شد مابین قرغیز تاجیک. نه برادر، تقریبا سال 2011 بود یا سال 2012 بود. بگذارم همین آقای فرهاد رفت دور آقای فرهاد شرافالدین گدایف گپ زد است بود. یک پیش همین مناقشه بود. گپ زد که گفت همین بیزنس که از همین دامادی شدگی همین اساسگذارش عمرعلی قوتов و همین شرافالدین گدایف میباشد که من قطعی همچون راننده کار کردگیم یا قاچاق میآوردن خچون توربه که از تاجیکستان افغانستان میروه همیا سازدوات کردگیان. انا تو همین روزا تو این مناقشه سر شدن ایروی همین توربه قرغیزا هجوم میکردن به سر تاجیک، ایروی همین بیزنس شده خب میکردن، حکومتدارا نمیموندن که مقصد ملت تاجیک یا مردم واروخ یا خوجه الا دیگر جا با ویا مقابله نشان تیان و همین خاطر مقصد پیش رهشونه دولت میگرفت. بعد این شما میدونه که اردگان دعوا داره که دولت توران میسازم، درست؟ بله. دولت توران میسازم، پرزیدنت قرغیزستان فایرود کرد، خطیشان گفتگو شنید کردن صورتاش سایت افیسیال پرزیدنت قرغیزستان دادن هست، خطی اردگان صحبتاشون رفت. بعد شایگو یک روز پیش تاجیکستان اومد، روسیه دا уже نفورید که توشتو قرغیز خطی توای خطی ترک مثلا گفتگو شنید کردن. شایگو فرمان داد تاجیکستان که وای هم میزنی قرغیز هم میزنی که وای مقصد طرف وای گذاشتنی انا ایخ تشکیل کردن دولت گفت که بره کامera نصب کنه طرف قرغیزه و یا امختش دگم برای شما زدن شما اتوید نمیته و یا خچون سر میکنن زدن شما را. وقتی رفتن کامera چسبانی دیگه ده اونجا و یا خچون سر کردن خیال کردن که باز هم تاجیک خب میکنن دیگه اونجا فرمان که ای بالا بود اونجا سر شد مناقشه. انا بعد سوال سر این میبیا که ملت گفته سن که چرا مردم عادی رو به جنگ برآورد؟ اونجا مردم عادی جنگ نکرد، اونجا هم امون و الفا همه هوایو جنگ کرد. برای چی؟ وایو را کامرا همه اینترنت هم محکم کردن که اگر جامعه جهانی رو کدام دعوا کنه که مقصد مرا افسران تاجیک زدک مثال میگه که نه یا خلق زدن یا را خلق زد، برای قوایو خلق برآوردن автомат دادن که گفت خلق است. شما دعوا داره که خلق متحد شده ندرست است، به همین خاطر یا خلق برآورد که او کاروچ یا را خلق زد. ابرون یا
وای نیما نزده شد. فهمیدین اکا جون؟ خب من همین برادر یک چیز فهمانم راست از شرافیدین نام گرفتن. ببینید اولش که برادر شرافیدین همین امروز هم خودش چند ساعت پیش برنامه داشت، میتونسته همین سوالا در خودش بتیه. چون من شرافیدین گفتم من شرافیدین من به غرض که شرافیدین میشناسم اون مرحله قوت فهم میشناختم. وقتی من شرافیدین گفتم شرافیدین جوابش گفت چه جواب شرافیدین میگه. شرافیدین گفت که وقتی ما کار میکردیم ما رسما کار میکردیم. دروغ میگه. دروغ میگه. اینا ما شاهد زنده دروغ میگه. خیلی من نام تنها میدونم چیه گوش کن. اگر دروغ میگه شرافیدین زنده میدونه برنامه خودش در خودش میگه دمو جا نگو. شرط نیست که شرافیدین دمو گرد کنی. یا چون من شرافیدین نمیشناسم خطا نمیشناسم من میدونم که شرافیدین دروغ نمیگه. من خطا نمیشناسم که دروغ میگه. چه تا که ما باور نمیکنید میگه واقعا ترام دروغ گویا که بگذار آخه من ترام نمیشناسم چرا من ترام باید باور کنم آخه گوش کنید شما گپ زده ایستادید گفته ایستادید که من شوفری شرافیدین گدایف بودم نه نامتون هست نه نشانتون هست نه فامیلیتون هست نه سیمایتون هست به شما کی باور میکنه؟ ما اینا مناقشه همی شرافیدین گدایف میگم میلیونر بودم اکا من مناقشه همی شرافیدین گدایف هم گپ میزنم که چه یورای دولت سر کنه ایو ببینید اگر شما میخواهید این همین مسئله رو بررسی کنید شرافیدین زنده است هسته شرافیدین خودش بگید جوابی گفتم به شما دارد این موضوع رو بمونید ولی در همیشه وقتون دعوا کرده که جواب میام منبری آزاد منبری آزاد دیگه منبری آزاد ما موضوع خیلی بله بگذارید موضوع سیاسی میگه مدروین کیم چی نقل کرده همین فقط یا تیمور های مردم فهمون خلق چیست دولت چیست ملت چیست یک پرزیدنت برای دولت باید چیکار کنه شما یورو فهمونید چی مدروری قبل به سواد کیم چی گفته است دروری سیاست مدار ما سیاست یا تیاخ چیکار کرده شما ورختون برنامه‌تون مون تماشا کنین پاسپورت حالا شما هم یگون نفری همین حکومت هستید دیل خو همین مردم من نماینده حکومت نیستم من مهاجرم چه خیلی نماینده حکومت یک سیماتون ببینیم چی سیمای ما چما ترا سیمای ما را بینی بله سیمای ما برای چی من ترا باور ندارم حکومت تاجیکستان هم باور ندارم تمام نگاه کنید شما اینجا یک نفر رو گناهکار کرده ایستادید در حالی که سیمایتون معلوم نیست نامتون معلوم نیست در این مسئله انصافا احتیاط کنید خواهش میکنم حالا ما نوبت رو به یوسف میدیم به یوسف نفری که خودشان رو با انگلیسی یوسف نوشته هستن یوسف هستید یوسف بله اکو آواز من میرد من یک پیشنهاد داشتم مسئله همین واروخ با چون که همون در همین قضیه ایزد اما وقتی که اگر ما دیده باشیم اون یک تجربه خوب این بود که یک ستادی تشکیل شد که حتی گردی همایی که در مسکو شده بود اونا پیگیری میکردن و راهنمایی میکردن و کمک هم میکردن و بگذار یک عین همین ستاد اگر تشکیل شود و از خودی برادرانی که از واروخ هستن اگر شامل این ستاد باشن این بهتر میشود فکر میکنم چون که بعد از این گفت و شنید که شده است حتما اینجا چیزای پنهانی هستن که باز مناقشه سر بزند باز عقب نشینی میشود بعضی همیخل گفتگوزارها هست و بعضی مشمشی های هم هست و بعضی معلومات ها ما رسید که واقعا همین گفت ما رو تقریبا هستیم چون که اگر یک چیزی که من گفته نبودم چون که اگر که خود همون ستادم از دو قوت عبارت باشد اگر و یک قوتش مثلا از خود داخل معلومات به کسایی که اینجا در خارج می باشن اگر تقدیم کند و تو از خارج اینها به توسط وسایط عامه و هر چی که باشد این قضیه اگر به مردم پیشکش کنند بهتر و خوبتر فعالتر می شود. بله تشکر. چورو سعید و بفرمایید.
السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم کوتاه مختصر. فهمیدم. من یک سوال داشتم که همین سوال من بپرسم گفته بدم. حالی هم میگه که مردم وجود بیدار شده است میگه. خیلی مردم حالی بیدار شده است. من نمیفهمم. حالی امروز تاجیکستان زنگ زد بغداد. میگه که حاضر ما میگه میرم روسیه گفته است. بلیت گفتم چند پول گرفتی؟ میگه که 80,000 میگیرم. که چیکار میکنه 80,000 بلیت اوچرت استاده گرفته اینجا میبیایی حاضر ریت سر شده است. چیکار میکنی؟ میگه که تاجیکستان میگه خیلی وضعیت وزمین است. من نمیدونم برای چی اینا سراسیمه شده است که مردم تاجیکستان 80,000 فروشن بلیت گرفته است. من نمیدونم برای چی اینا همین سراسیمه که ما رفتن نمیتونیم تاجیکستان و اینا این طرف سراسیمه. فکر شما چی است؟ من هم همین مسئله خیلی حیران هستم. چرا چنین است؟ فرهاد شما چی اندیشه شما چی است در این باره؟ بسیار اپم بجا قید کردن در مسئله بیداری میگن که مردم بیدار نیستن. ببینید خواهر عزیز همین شما هم چند وقت پیش نه برآمد میکردید نه صحبت میکردید اصلا در یگان ما نمیدیدیم شما رو به هر حال. ولی امروز شما اینجا هستید مثل شما امروز بسیار شدگی است. بیداری یعنی که همین از شرط نیست که همین 100% مردم تاجیکستان همش بیدار شود. برای ما بسنده است اگر که 10% تاجیکستان بیدار شود و درک کند که امروز حکومت مردمی نیست و خودش همین مردم این حکومت از بین میبرد. برای حکومت از بین بردن 100% در کار نیست. بسنده است که 10% باشد. این یک مسئله. در مسئله که شما در مسئله بلیت و اومدن بررسی شده من 100% با شما راضی هستم. همون خشت باره مون اموزی هستن. خب جیانمون نزدیکمون میپرسن در باره بلیت. بعضیش وضعیتشون تا اون درجه بیزیب است که میگه من دیگر نان خوردن ندارم، جای کار نیست، چی کار کنم؟ خب به هر حال 10 سال رسی رفته اومده است، 15 سال رسی رفته اومده است. مثلا مناش از 20 سال زیاد رسی رفته اومده گیان. دیگه در روسیه کار یافتن براشون آسان‌تر است. به خاطر همین تلاش میکنن. خب قیمت هم باشد میخوان حرکت کنن که بیاین روسیه. ما یک رای ارزان‌تر داشتیم با قرقیزستان. متاسفانه امروز سرحدها دیگر با شرایط چنین است که با قرقیزستان اومدن نمیتونن. من فرض کردیم برای خشت بار خودم با طریق دبی بلیت خریدمشون. خب کمی از بلیت‌های تاجیکستان هم ارزان‌تر باشد ولی به هر حال خیلی قیمت است. یعنی 70,000 روبل روسی میگالد، حدودی 8,000 سومون 10,000 سومونی. بلیت راستکی از 12-14,000 سومون پایان نیست. این همه میدوند دیگر. خب دیگر متاسفانه همین است خواهر. دیگر چیکار کنیم؟ مردم باید که بفهمن. با یک تا دیگر سوال دارم برای مهاجرات. حاضر مسکو به 8 خطا نکنم 8,000 تا مهاجر تاجیکستان که پیزه ششتگی است. یگان تاجیکستان حکومت تاجیکستان اینا به یاردم نمیده. یاردم باید خیلی باشد. یاردم اینا یا خلاشان رجیستراسیون کمتر پرسروش نشدگی یا خلاشان حاضر بعد کرانتین دکیمیت کردن نتونستگی اینا کورد نیست مسکو با. ولی مسکو کرانتینش تمام نشده. برای همه اینا را میگیرن اشتراک نکرده. روم کپیزه برده محکم کرده است. تاجیکستان همین پاسال سو ورشی یاردم نمیکند. در زند یاردم فرصت اگر بوزو میکند. از طرفی شما زنگ زد برای چی زنگ زده است؟ گفته چی بگه تاجیکستان من پاسال سوش بوزو کرده فروخته میتید. تلفنش هم هسته برای چی تلفن دادی تام گفته. عذاب داده است. خوش پرمای کپیزی. من شبکه جان حکومت تاجیکستان اینا به یاردم نمیدهد. نفهمیدم. من دو نوار میپرتم. حکومت تاجیکستان
بله حاضر برای من پرتفتن نورو را از مسکو نورو برادرایی که در چی هستند در صخر و نوبت در مسئله حجت سپوری در گفتم من پرتفتم شما در ببینید خواهر عزیز در مسئله حجت سپوری من پیشتر هم برآمد کرده بودیم در برآمده گفته بودیم که برادران رو آگاه کردیم که شما روید حجتاتون آماده کنید تا ماه ایون وقت دارید که تا 15 ایون باید همه حجتات آماده شوند وگرنه بعد اون اخراج کردن شروع میکنن و ما برای در مسئله در سپیسپریوم نکبودگی ها هم گپ زدیم. من در 21 سال اخیر خطا نکنم بار اول دیدم که سفارت هم خب چند نفر آماده کرده است باید که چیزای هست باید بگیم همون سپیسپریوم که صخر و که هست رفته هستن همونجا رفتیم خوراکا بردم برای همون مهاجرین در همونجا بودم. من بار اول دیدم خب خدا خیرشون کند یکم بار دیدیم که مراجعه یاردم کردن ولی ببینید مهاجرین ما بسیارن ما باید که آشکار بگیم که در سفارت یا کنسولی یک مدت یک مقداری کم نفرای کار میکنن و اونا اولش که فیزی چیز که از عهده این کار نمیبرن برای همه مهاجران یاردم کردن این یک طرف مسئله دیگر اون کنسولگری که اومده است اونجا موندیان که اون باید پول کار کنه یک مقدار پول برای نمیدونم دختر است یا داماد رحمان فروی کند اون دیگر مقصدش پول کار کردن است مقصدش یاردم کردن مهاجران نیست چرا باید ما شما رو یاردم کنند و یاردم هم نمیکنن ما شما رو به خاطر همین ما باید به امید حکومت نشویم به امید سفارت نشویم هر کسی که کارش در سفارت یا در کنسولگری خلدگی از خودش میدوند اون اصلا همون محدود است اونا دست کوتاه هم نمیتونن یاردم کردن ما باید که خب دیگر هر چیزی از همونا بگیم اگر میخواستنم همه ما رو یاردم کردن نمیتونم ما بسیار هستیم ما میبخشید ما قریب که 1 میلیون دیگه مهاجر داره از این 1 میلیون مهاجر کدوم یک تا ما رو کمک کردن میتونن ببینید نوبت هم ببینید این صخره و از کجا همه اینا یاردم کرده به خاطر همین ما فقط باید همون تلاش کنیم امروز نوبت هم هر چی در رفتن خوب تشکر زیاد برادر عزیز فرهاد و نفرانی که با ما بودید با ما پیوستید ما رو پیگیری کردید و مخلصی برنامه ما هستید تشکر با آنانی که ما رو بعد پخش آنلاینی برنامه به اتمام رسیدن پیگیری میکنن و تماشا میکنن و بازرسانی میکنن و به دیگران میفرستند. تشکر با آنانی که برای بیداری ملت امروز کوشش کرده ایستادند. تشکر با آنانی که گوش شنوا دارند در بین حکومتداران کشور ما. تشکر با آنانی که امروز جان خود را سپر کرده از مرز بومی کشور حمایت میکنند. برادران و خواهران عزیز، هموطنان عزیزم، اینجا برنامه تحلیلی دیدگاه به پایان خود رسید. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. بگذار همیشه سربلند و پیروز و موفق باشید. با امید سربلندی ملت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.